صدق في صدري لبيك أتيتك في لهف لسؤالك يا أهل الذكر لسؤالك يا أهل الذكر لسؤالي جئت لكي أدري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عرض سلام و خسته نباشید دارم خدمت شما بینندگان عزیز. امیدوارم در هر کجا که هستید همیشه شاد و خوش و خرم باشید و در پناه الله متعال باشید. در خدمت شما عزیزان هستیم بار دیگر با برنامه روزهای دوشنبه، برنامه پرسش و پاسخ که در این قسمت نیز در خدمت جناب مولانا عبدالقدوس دهقان عزیز هستیم که خدمت ایشان عرض سلام و خسته نباشید دارم. بنده خدمت جناب عالی و تمامی بینندگان عزیز و ارجمند سلام عرض می کنم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته و در خدمت تمام شما عزیزان انشاءالله هستم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. جناب مولانا سوالای SMS طبق روال همیشگی برنامه رو آغاز میکنیم و اولین سوالم در مورد روزه گرفتنه، اما به طریق دیگه در مورد قضای روزه که بیننده گفتن اگر کسی روزه فرضی داشته باشد و قبل از روزه فرضی آیا میتواند روزه 6 روز شوال را بگیرد و بعد روزه فرضی را بگیرد؟ بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. در مورد این که کدام یک از روزه ها را زنانی که روزه قضایی بر عهدهشون هست آیا این رو مقدم بدارند یا روزه 6 روز ماه شوال را، در این زمینه یک امر در واقع ملزمی وجود ندارد، دستوری از جانب رسول الله صلی الله علیه وسلم که حتما باید اول روزه قضایی رو بگیرند بعد 6 روز رو بگیرند یا برعکسش اول 6 روز رو بگیرند بعدش روزه قضایی رو بگیرند، چون این امری از رسول الله صلی الله علیه وسلم صادر نشده. یعنی این که این به اختیار خود فرد هست، به اختیار خود فرد است. اگر اول روزه قضاییش رو بگیرد هم خوب است، اشکال شرعی ندارد. بسیار از علما اینو استدلال کردن از این که در روایت رسول الله صلی الله علیه وسلم آمده من صام رمضان ثم اتبعه 6 من شوال، اول رمضان را روزه بگیرد بعد از آن 6 روز از شوال و پشت سر آن روزه بگیرد. این تعبیر دقیقی و استنباطی کردند کسی که از روزه رمضانش یک مقداری باقی مانده بدین معنی هست که هنوز رمضان را روزه نگرفته، کامل نکرده. پس بنابراین این گروه از علما میفرمایند که اول 6 روز رو اون روزه های قضاییش رو بگیرد بعد از آن 6 روز شوال را روزه بگیرد. یک نوع استدلالی هست. عرض کردم که حدیث صریح و دستور واضح و صریح از رسول الله صلی الله علیه وسلم در این زمینه وجود ندارد. اما در طرف مقابل میبینیم که روایت حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها هست که ایشون میفرمایند که من روزه های قضاییم را نمیتوانستم بگیرم مگر تا شعبان بعد، یعنی تا شعبانی که در قبل از رمضان بعد هست. و قطعا حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها بر این فضیلت عمل می‌کردند، یعنی روزه 6 روز رمضان را می‌گرفتند و شخص رسول الله صلی الله علیه و سلم هم می‌گرفتند این روزه ها را، اما ایشون قضایشون مونده بوده تا سال بعد. از این معلوم می‌شود که این به اختیار خود زنان هست. اگر خواستند، توانایی داشتند و شوق و رغبت داشتند میتونستند که هر دوتا را بگیرند، اولاتر و بهترینه که زودتر اون دین و در واقع قضایی که بر عهدهشون هست اونو کامل بکنن، هم اون رو بگیرند و هم روزه 6 روز شوال رو. اما اگر میخوان که سر فرصت بگیرند، چون که روزه 6 روز شوال منحصر به وقته، یعنی فقط در ماه شوال هست، اما روزه قضایی تا سال بعد هم در واقع وقتش ادامه دارد، شما میتوانید که بعداً بگیرید و در صورت کلی و به صورت کلی این برمیگردد به انتخاب خود شما. اگر 6 روز رو روزه بگیرید بدون قضایی هم درسته، فضیلت 6 روز رو انشالله دریافت میکنید، و اگر اول قضایی رو بگیرید بعد از آن 6 روز رو بگیرید باز هم فرد و فضیلت رو دریافت میکنید و در این زمینه تفاوتی ندارد.
و مواردی رو که شریعت اسلامی انسان را ملزم نکرده و مجبور نکرده انسان رو که انجام بده و کیفیت خاصی رو بیان نکرده برای قضا و برای 6 روز، در این زمینه به اختیار خود فرد هست و هر دو صورت جایزه و تفاوتی رو نداره. درست. جزاکم الله خیر. سوال بعدی بیننده این است که گفتن آیا پسر شوهر برای نامادریش محرم میشه؟ محرمی که بله جز محرم هست. پسر شوهر جز در واقع محارم هست و حتی ولو این که بعد از این که پدرم فوت بکند این با نامادری خودش کاملا محرمه و مثل مادر میمونه. بله. جزاکم الله خیر. سوال بعدی بیننده این است که من در دوران بارداری به سر میبرم، نمازم رو نشسته میخوانم، آیا اشکالی داره؟ اصل در نماز خوندن، نماز فرض رو باید در حالت قیام بخونن. یعنی این که قیام در نمازهای فرضی جزء ارکان نماز هست، حتما باید به صورت ایستاده خوانده بشود و اگر کسی توانایی ایستادن را در نمازهای فرض دارد اما بنشیند، برخلاف عادت، یعنی توانایی ایستادن را دارد قیام بکند اما می نشیند بدون عذر، نماز چون کسی صحیح نیست. در نمازهای فرض، در نمازهای فرض ایستادن و خواندن نماز در حالت قیام این در واقع جزء ارکان نماز هست و بدون آن از کسی پذیرفته نمی شود مگر این که بر اساس عذر باشد. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند صلی قائما، در مرحله اول ایستاده نماز بخون، فإن لم تستطع فجالسا، اگر نتوانستی میتوانید که نشسته نماز بخوانید. پس بنابراین فرض هست که انسان در مرحله اول بایستد، در حالت قیام نماز بخواند و در مرحله بعدی اگر نتوانست بنابر بیماری اجازه دارد که بنشیند. و شمایی که الان در حالت در واقع بارداری هستید، اگر نمیتوانید که بایستید، حالت ضعف به شما دست میدهد، نمیتوانید که بایستید، از نظر شرعی شما بیمار شمرده میشوید و معذور هستید و میتوانید که بنشینید. و اگر میتوانند مثلا 1 رکعت 2 رکعت رو در حالت ایستاده بخونند، این اولاتر هست. در حالت ایستاده نماز رو شروع بکنند و بعد از این که بیشتر نمیتوانستند بایستند، اشکال ندارد بنشینند و نماز خودشون رو کامل بکنند، کاملا صحیحه و اشکال شرعی ندارد. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی گفتن که آیا جماع کردن با همسر در حمام جایز است؟ اصل بر جوازه. اصل بر جواز هست که در آیات قرآن و در احادیث رسول الله صلی الله علیه وسلم برای استمتاع و در واقع استمتاع جنسی در میان زوجین هیچ گونه حد و مرزی و هیچ گونه مکان و زمانی تعیین نشده، محدودیت هایی وجود ندارد به جز این که در واقع در مساجد مثلا این کار حرام هست و جایز نیست، یا در حالت عادت ماهیانه و در حالت خونریزی بعد از نفاس، این مواردی هست که حرام هست که به نص قرآن و احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم. اما اماکن دیگری در این زمینه در واقع تعیین نشده و محدودیتی در این زمینه وجود ندارد، گرچه برخی از فقها استدلال کردند، استدلال‌هایی در این زمینه وجود دارند که خصوصا در مذهب امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه این رو حرام گفتند و توجیه که در این زمینه کردن این است که حمام اساسا خصوصا وقتی که حمام با دستشویی یکی باشند، حمام جای ذکر نیست، این توجیه رو کردن. و وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم وارد دستشویی میشدند این دعا رو میخونند که اللهم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یعنی در این لحظه ای که من در داخل دستشویی هستم و نمیتوانم ذکر الله متعال را بر زبان بیاورم، رسول الله صلی الله علیه و سلم از این لحظات و از وجود شیطان هایی که هستند به الله متعال پناه میبرد. و زمانی که انسان در دستشویی باشد یا در حمام باشد، خوندن اذکار جایز نیست و یکی از اذکار جماع هست، اللهم جنبنا الشیطان و جنب شیطان ما رزقتنا، که این در واقع در حالت حمام بسیار از علما نظرش این است که جایز نیست که در واقع خونده بشود. اما این یک نوع استدلال هست و اجماعی در این صورت وجود نداره، فقط نظریه برخی از فقهای حنابله هست و یک توجیه هست که کردن، اما ممنوعیتی از نظر شرعی در این زمینه وارد نشده و اصل بر حلال بودن و حلیت هست و اشکال شرعی ندارد. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی گفتن که من خانه خریدم که سازنده آن از بانک مسکن وام 20 میلیونی گرفته بود.
و باز پرداخت آن به مدت 6 سال 30 میلیون می باشد و 31 ماه قسط پرداخت می کنم. آیا این وام از نظر شرعی و اسلام مشکل داره؟ اگر صورتی که ایشون بیان می‌فرمایند یک فردی از بانک ربا گرفته یا قرض گرفته و خونه ای را ساخته، بله. یک فرد دیگر هست، الان اون فردی سازنده این خونه که خودش مستقیما از بانک پول گرفته بوده، الان این خانه را واگذار کرده فروخته به یک شخص دیگر. بله، برای این شخص دیگر اشکال شرعی نداره، حتی قسط به بانک پرداخت کنه. نه، در صورتی که اگر این جایگزین باشه که یعنی طرف مقابل این خودش قرار میگیرد، کسی که با بانک معامله کرده، در این صورت جایز نیست. یعنی تعامل با بانک ربوی و ربا دادن به بانک جایز نیست. اما بحث این است که یک فرد دیگر وام گرفته از بانک و خونه را ساخته، بعد از این که خونه را کامل کرده، الان خونه را به شما میفروشد با اقساط مشخصی، یک قیمت مشخصی دارد و به صورت اقساط به شما فروخته. برای شما هیچ گونه اشکال شرعی در اینجا وجود ندارد. شما می توانید این خونه را از سازندهش که اون سازنده از بانک پول گرفته بوده، شما از اون بخرید. شما مستقیما با بانک تعامل نکردید، ربایی در این زمینه شما با بانک ندارید. یک فرد دیگر ربا گرفته از بانک و خونه ای را ساخته، الان میخواهد که خونهش را بفروشد به فرد دیگر. برای شما جایز است که این خونه را بخرید، چی به صورت نقدی باشد از اون فرد بخرید، یا به صورت قسطی باشد که این پول رو در واقع به حساب اون بریزید، یا اینکه به خود اون فرد مستقیما تحویل بدید. اما این که شما با بانک تعامل بکنید، یعنی این خونه رو از بانک بخرید و با این صورت هایی که عرض کردم که در واقع بانک مثلا این خونه رو بخرد یا شما پولش رو به شما بدهد، یا این که بانک این رو خریده و در همان معامله دوباره به شما میفروشد، این صورت های ناجایزی هستند. اما کسی دیگر خونه رو خریده از بانک یا خونه رو ساخته توسط بانک، الان میخواد به یک فرد دیگر واگذار بکند، این اشکال شرعی ندارد. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی سوالشون در مورد این است که آیا نماز زن و مرد با هم فرق دارد از نظر حالت و هیئت؟ لطفاً توضیح دهید. ببینید، نماز یک عبادتی هست که روزانه 5 مرتبه انجام میشد و رسول الله صلی الله علیه و سلم در ملأ عمومی همیشه نماز میخوندند. بنابر روایت مالک ابن حویرث رضی الله تعالی عنه در صحیح بخاری، رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که صلوا کما رأیتمونی اصلی، مثل من نماز بخونید. و این دستورات رسول الله صلی الله علیه و سلم اساساً شامل مرد و زن هست، شامل مرد و زن هستند. یعنی رسول الله صلی الله علیه و سلم هم به مردان و هم به زنان فرمودند که صلوا کما رأیتمونی اصلی، شما مانند من نماز بخونید. و اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم اعم از زنان و مردان می آمدند در مسجد در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم و نماز می خوندند. در هیچ روایت صحیح وجود ندارد که رسول الله صلی الله علیه و سلم تفاوتی را در میان نماز زن و مرد بیان کرده باشند. روایاتی که در صحیح بخاری هست، در صحیح مسلم هست، روایت ابو هریره و بقیه روایات حضرت انس هست و ابو حمید ساعدی هست، حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها هست و تمام اصحابی که روایاتشون صحیح هست در بیان کیفیت نماز رسول الله صلی الله علیه و سلم. در هیچ یک از این روایات صحیح تفاوتی در میان نماز مرد و زن بیان نشده و اصلا بر این هست که زن و مرد در احکام با هم دیگر کاملا برابر هستند، مگر اینکه دلیل صحیحی وجود داشته باشد و در این زمینه دلیل صحیحی وجود ندارد. پس بنابراین نماز زن و مرد کاملا مثل هم هست و هیچ گونه تفاوتی را ندارد. و دلایلی که برخی از فقها از آن استدلال کردند مبنی بر تفاوت میان نماز زن و مرد در حالت سجده یا در حالت رکوع یا بستن دستا، اینو من مفصلا قبلا توضیح دادم و که این روایات صحیحی نیستند، مانند روایت ابو مطیع بلخی و بقیه روایاتی که وجود دارد. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی در مورد قضیه‌ای که خیلی برای زنها مهمه و بخصوص در این دورانی که همه آزادی ها وجود داره در لباس پوشیدن، در این مدهایی که هر روز یک مد جدید در لباس وجود میاد، حالا بیننده پرسیدن که از نظر شرعی لباس زنها باید چگونه باشد؟ ببینید، از نظر اسلام پوشیدن لباس زیبا یا پوشیدن یک مدل خاصی که به عنوان یک آرایش است و زیبایی در لباس است، این ممنوع نیست. یک معیارهایی برای پوشش صحیح اسلامی وجود دارد که زنها اینها رو باید مراعات بکنن.
لباسی که در داخل خانه هست میپوشند، لباس راحتی هست، هیچ گونه محدودیتی وجود ندارد. یعنی زن و شوهر میتونند که برای همدیگر هر گونه لباسی را که دلشان بخواد بپوشند، ولو اینکه نصف بدنشون یا حتی کل بدنشون هم در کنار همدیگر عریان باشه. هیچ گونه ممنوعیتی و محدودیتی وجود ندارد. لباسی که خاص ویژه زن و شوهر هست که در منزل میپوشند، هیچ گونه محدودیتی در این زمینه وجود ندارد. اما لباس و پوشش زن در بیرون از خانه یک معیارهای خاصی رو دارد. یکی این که کاملا لباس زینت نباید باشه، زیرا که زینت فقط محلش برای محارم هست، برای شوهر هست، برای عموم مردم شما نباید زینت خودتون رو آشکار بکنید. این لباس باید یک لباس ساتری باشه، یعنی پوشاننده باشه، تمام بدن شما رو بپوشاند، از فرق سر تا قدم پا و هیچ جای از بدن رو نباید شما آشکار بکنید. این لباس باید یک لباس ضخیمی باشه، نازک نباشه که بدن رو در واقع از پشت این لباس دیده بشود. این لباس باید یک لباس در واقع حتی چادر که باشه، حتی چادر، یعنی چادری باشه که مثلا وقتی که این رو پوشیدن موی زن دیده نشود. اگر کسی چادری بر سرش باشه اما باز هم سر و گردنش دیده بشوند، یعنی از این لباس هیچ گونه منفعتی رو شما حاصل نکردید و هدف لباس پوشیدن در اینجا حاصل نشده. و همچنین لباس زن نباید تنگ و چسبان باشد که برآمدگی های بدن و فریبندگی هایش رو آشکار بکند برای دیگران. این لباس نباید لباس زینت و آرایشی باشه که جلب توجه بکند، که مردان بیگانه در واقع نگاهشون رو به طرف خود جلب بکند. لباسی نباشد که خوشبویی به آن زده باشند که از راه دور انسان رو متوجه بکند. اینها معیارهایی هست برای پوشش زن در بیرون از خانه. اما زمانی که در داخل خانه هست، با محارم خودش هست یا با شوهر خودش هست، محدودیتی وجود ندارد. جزاکم الله خیر. سوال بعدی بیننده گفته که اگر کسی در رکعت اول سوره ناس که آخرین سوره از قرآن باشه و در رکعت دوم سوره اخلاص را بخواند، آیا نمازش به خاطر ترتیب سوره ها اشکال پیدا می کند؟ چون بعضیا میگن که این نماز مکروه است و از اتاق فرمانم خواهش میکنم که شما تماس بینندگان را زیرنویس بکنن تا بینندگان تماس بگیرن. بفرمایید. دلیل کراهتی در این وجود ندارد. دلیلی برای کراهت این مورد در احادیث رسول الله صلی الله علیه وسلم وجود ندارد. یعنی این که دستوری که از جانب رسول الله صلی الله علیه وسلم صادر شده باشد که ما باید در نماز بر اساس ترتیب سوره های قرآن بخونیم، چون این چیزی وجود ندارد. ترتیب آیات یک بحث دیگر هست. ترتیب آیات یک بحث دیگر هست و اون توقیفی هست. یعنی ترتیب آیات یک سوره را نباید تغییر داد و جایز نیست که شما اول یک آیه رو از آخر سوره بخونید بعد یک آیه رو از اول سوره بخونید. درست. ترتیب آیات توقیفی هست. یعنی این که زمانی که یک آیه نازل می شده، رسول الله صلی الله علیه وسلم می فرمودند که این آیه را در فلان سوره بین فلان آیه و فلان آیه قرار بدهید. یعنی ترتیبش توسط رسول الله صلی الله علیه وسلم ثابت شده. اما ترتیب سوره ها در این زمینه اختلاف نظر وجود دارد که آیا این ترتیب سوره ها ترتیب توقیفی هست، یعنی از جانب الله متعال تعیین شده که حتما با ترتیب این باشد، یا یک اجتهادی از اجتهادهای اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم بوده. در این زمینه دلیل مشخصی که این دستور الله متعال باشد یا دستور رسول الله صلی الله علیه وسلم باشد وجود ندارد. گرچه رسول الله صلی الله علیه وسلم در سالهای آخر عمرشون، خصوصا وقتی که نزول قرآن کامل شده بود، مدارسه میکرد قرآن را، یعنی حضرت جبرئیل علیه السلام می اومدن و با رسول الله صلی الله علیه وسلم قرآن را با هم میخوندند. یکی میخوند و دیگری در واقع گوش میکردند. اما غیر از این دلیل دیگری که صراحت داشته باشد بر این که این ترتیبی هست که از جانب رسول الله صلی الله علیه وسلم تعیین شده باشد یا توقیفی باشد، چون این چیزی وجود ندارد. پس بنابراین اگر کسی برخلاف ترتیب سوره ها در نماز خوند، اشکال شرعی ندارد. یعنی در رکعت اول فرض کنیم قل اعوذ برب الناس را خوند، در رکعت دوم قل اعوذ برب الفلق را خوند، از نظر شرعی اشکالی وجود ندارد. گرچه برخی فقها در واقع اینو مکروه دانستند و عملا از رسول الله
صلی الله علیه و سلم خلاف این ثابت شده. یعنی این که رسول الله صلی الله علیه و سلم برخلاف ترتیب خوندن در یک از نمازها. رسول الله صلی الله علیه و سلم اول سوره بقره رو خوندن، بعد سوره نساء رو خوندن، بعد برگشتن سوره آل عمران رو خوندن در یک رکعت. از این ثابت می شود که ترتیب در خواندن سوره های قرآن جزء فرایض یا واجبات نماز نیست و اشکال شرعی ندارد. اگر کسی خلاف ترتیب هم بخواند نمازش درست است و کراهتی هم وجود ندارد. جزاکم الله خیر. تماس بینندگانم وصله. اولین بیننده آقا حسین از ایران. سلام علیکم. لطفاً سوال شرعیتون رو بفرمایید. از طریق تلفن با ما حرف بزنید بیننده گرامی. سلام علیکم السلام و رحمت الله. سلامت باشین. سوال شرعیتون بفرمایید. بله سلام خواستن باشید. سلامت باشین. لطفاً با تلفن با ما صحبت کنید. الو. لطفاً از طریق تلفن با ما حرف بزنید. منتظر صداتون در تلویزیون نباشید بنده گرامی. ما تو لنج نماز میخونیم، لنج موجن فلانه. بله. الو. در لنج نماز میخوانید؟ بیننده بعدی رو بگیریم. سلام علیکم بفرمایید. الو. سلام علیکم بفرمایید. الو. صداتون وصله و از طریق تلفن صدای ما رو بشنوین. من از بینندگان عزیز خواهش میکنم که وقتی تماس میگیرن لطفاً منتظر صداشون در تلویزیون نباشن چون که صدا دیر میاد. بفرمایید بیننده گرامی. السلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. حیدر هستم از زابل زنگ میزنم. آقا حیدر در خدمت شما هستیم. من معتادم. خب بله. یک ذره شیره استفاده میکنم، نماز و روزه و عبادت میکنم، اینا همه را خدا قبول کنه انجام میدم، ولی نمیدونم چی جرم گناهی دارم ندارم. این خواهش میکنم برای من توضیح بدید. بله. سوال دیگه هم دارین؟ تشکر میکنم از شما. بیننده بعدی رو بگیریم. سلام علیکم بفرمایید. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله بفرمایید. یک سوال به میان آمد، ممکن است؟ در خدمت شما هستیم، منتظر سوال شرعیتون هستیم. خب اون سوالی به میان آمد که آیا بعد از یعنی ماهی شوال به 6 روز داشتن بسیار ثوابش کلام گفتم. بعد از ماه شوال در ماهی شوال بعد از رمضان. بله. حاضر ما 6 روز داشتن نتوانستیم، آیا آینده داشتن به همون ثوابش گرفته میتونیم؟ یعنی روزه 6 روز؟ روزه 6 روز شوال منظورتون دیگه؟ این 6 روزی ماهی اول گرفته نتوانستیم. بله. یعنی در ماه شوال ماهی شوال گرفته نتوانستیم، آیا در آخری ماهی شوال گرفتن تو آخری ماه شوال گرفتن جایز است؟ بله بله. سوالتون واضحه. سوال دیگه هم دارین؟ میشود. بله. تشکر میکنم از شما. بیننده بعدی رو بگیریم. آقا محمد از تهران. سلام علیکم بفرمایید. لطفاً از طریق تلفن با ما صحبت کنید. الو سلام. و علیکم السلام و رحمت الله. لطفاً سوال شرعیتون رو بفرمایید. ببخشید درباره نماز. درباره نماز؟ بله. خودم ما 3 رکعت اتراجی میخوانیم آخر سر. خب علامه ایمان حسینی که با علامه یکنبودی رو میخوانیم، آیا این درسته؟ لطفاً دوباره سوالتون رو تکرار کنید چون صداتون کامل واضح نبود. میگم ما اصلا نمازهای خوب هم رکعت اتراجی خب علامه یکنبودی با علامه ایمان حسینی رو میخوانیم، آیا این جایز است؟ اللهم آخر این دعا رو دوباره بگین. یعنی دعا اللهم
اللهم ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی آیه سوره فاتحه منظورتونه؟ اللهم اینا نستعینک و اللهم ایاک نعبد و آخر سر نماز خفتن اتراجی میخوانم. آیا جایز است؟ در کجای در نماز چه قسم؟ میخونید در کجای نماز؟ اتراجی خفتن آخر سر. یعنی نماز در خفتن در یا نماز قیام وتر؟ منظورتونه؟ نماز وتر رو میفرمایید حتما. آره. بسیار خوب توضیح. بله انشالله پاسخ دریافت میکنید. بیان بعدی رو بگیریم. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. لطفا سوال شرعیتون رو بفرمایید. چند تا سوال داشتم. سوال اولتون؟ وقتی کسی که بی‌سواد باشه وقتی سوره هایی تو نماز خونده میشه رو میخونه خیلی از حرفاش رو نتونه بگه، مثلا زبونش بند بیاد. سوال بعدی؟ سوالان تماسشون قطع شد. اگه میتونن دوباره تماس بگیرن تا سوالاشون رو مطرح کنن. بیان بعدی رو بگیریم. سلام علیکم، بفرمایید. الو سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. لطفا سوال شرعیتون رو بفرمایید. خسته نباشید. سلامت من باشید. دو سوال داشتم خدمتتون. سوال اول لطفا یه کمی بلند صحبت کنید چون صدا خیلی پایینه. بله، آیا زن میتونه بعد از وفات همسرش با وجود خونه همسر عدت در پسر بزرگش بگذرونه؟ این سوال اول. سال آخرش دوباره تکرار کنین. آیا زن میتونه بعد از فوت همسرش با وجود خونه همسر عدت در خونه پسر بزرگش بگذرونه؟ عده رو در خونه پسر بزرگش؟ سوال بعدیتون؟ اگه مرد قبل از وفات خونه ای رو به همسرش بده، آیا اون زن میتونه بعد از وفات همسر عده رو در خونه بگذرونه؟ صداتون یه کمی قطع وصل میشه، دوباره سوال تکرار کنین. ببخشید، میگم مردی که قبل از وفاتش یه خونه ای رو به همسرش بده، بله. بعد از وفات آیا اون زن میتونه عده‌شو تو اون خونه بگذرونه؟ بله. سوال دیگه این دارین؟ بله یه سوال دیگه هم داشتم، ببخشید. می‌خواستم ببینم آیا برادر بزرگ من میتونه به من و خواهرش و مادرم امامت بده؟ چی بده؟ امامت بله. نماز رو امام باشه. درست. سوال دیگه دارین؟ متشکرم، مرسی. خدا سلامت باشین. آقا محمد اکبر از تاجیکستان. سلام علیکم، بفرمایید. آقا محمد اکبر بفرمایید. سوال شرعیتون، سوال اولتون؟ بله سوال شرعی داریم استاد. سلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله. حضرت استاد مولانا عبدالقدوس صاحب، خیلی وقت هست که ما میخوایم در این تماس در این شبکه وصال حق اشتراک داشته باشیم ان شاء الله. یک سوال دارم در اینجا برای حضرت استاد که ما همیشه این شبکه وصال حق گوش میکنیم همیشه الحمدلله. و بعد سوال من این است که یک نفر هست که عقاید اون شیعه هست ولی تکیه بر مذهب امام اعظم میکنند، مثلا رفتار اون احادیثی که اون برای مردم موعظه میکنن میگن مثلا همش احادیث ضعیف هست، مثلا حتی جایش هم روی نمیتونن میخونن. خب دعای میشه بعد وقتا میگن که عقاید چون که ما مثلا زاهدان ختم کردن نمیفهمیم مثلا شیعه عقاید داره و مثلا چطوری تقیه میورزن. بالاخره این قدر مشکل با نفت شام نماز مغرب را دیر از آن میدهند، مثلا حتی برای نماز مغرب 40 دقیقه میگن هست، حتی در ضربی آفتاب مثلا همون سفیدی که بیرون میشه ابتدای وقت مغرب را نمیداند. این یک مسئله. دوم مسئله همین که نماز بامداد و فجر را، یعنی این شخص هم امام مسجدتونه؟ امام مسجد ما هست. من گاه وقتا مردم از پشت میخوام میان تو خانه اعادهش میکنم، گاه وقتا میشم من نرم مثلا مردم میگن چرا نمیایی. حالا اینجا مشکل چی هست؟ مثلا چی کار کنیم ما در اینجا؟ حالا اگر این نامه یک حرف بزنیم یک چیزی بکنیم از ما ناراحت میشود، باز اینا از طرف حکومت تعیین شده دیان، بالاخره اینها باز مثلا پولدار هستن، مثلا نمیشه مثلا اینا در تو همین تاجیکستان مثلا منطقه خیلی کار کردن، مردم همه حرفی را قبول کردن.
حالا اگر ما یک حرف بزنیم ما میگن سلفیت یا وهابیت یا مثلا میگن خارج تحصیل کرده است. ولی متاسفانه زیاد میفهمم مثلا. ان شاء الله پاسخ دریافت میکنم. تشکر میکنم. متوجه شدیم؟ بله بله. بله مسئله واضحه و این مشکل و دردی هست که واقعا وجود داره دیگه. متاسفانه. سلامت باشین. در پناه الله باشین. بیننده بعدی رو بگیریم. آقا بشیر از تهران. سلام علیکم، بفرمایید. لطفاً از طریق تلفن صدای ما رو بشنوین. بله. بفرمایید بیننده گرامی. سلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام و رحمت الله. بفرمایید. سوال شرعیتون بفرمایید. زنده باشین. خوب هستین؟ سلامتین؟ سلامت باشین. بله. من یک فرزند داشتم خدا برامون داده. میخوام اسمش رو ستایش بذارم. این درسته یا نه؟ ستایش؟ بله بله. بله سوال دیگه هم دارین؟ ببینم جایزه است نیست چی؟ درست. تشکر میکنم از شما. زنده باشی خدا. سلامت باشین. آقا محمد از کردستان. سلام علیکم، بفرمایید. سلام و عرض سلام خسته نباشید خدمت شما استاد. و علیکم السلام و رحمت الله. محمد هستم از کردستان. این سوال داشتم خدمت مولانا. بفرمایید سوال شرعیتون رو بفرمایید. من چند وقت پیش ماه رمضان بود تهران بودم، بعد شبای قدر یه دعای میخوندن به اسم جوشن کبیر، نمیدونم چی بود دورایی. یعنی شما اهل سنت هستین دیگه؟ بله بله. چون جوشن کبیر در مساجد شیعه ها میخونن این دعا رو. بله آخه منم سر دادم چجوری این شبای قدر چجوری احیا میکنن، واسه پرسیدن و جستجو کردن خودم رفتم. بعد دیدم این دعای رو به این اسم میخونن، گفتم بپرسم این دعا اصلا چیزی به این دعا وجود داره هست یا؟ درست. انشاءالله پاسخ دریافت میکنیم. تشکر شما، خدا. سلامت باشین. بیننده بعدی رو بگیریم. سلام علیکم، بفرمایید. آقا علی عمر از ایران. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم السلام و رحمت الله. سوال شرعیتون رو بفرمایید بیننده گرامی. الو بفرمایید سوال شرعیتون رو بفرمایید. دو تا سوال خیلی صورت. سوال اولتون؟ سوال اول من یک ماه قاعده داره. خب بخشین صداتون واضح نیست، یکمی شماره تر صحبت کنید. همسرمون میگم یک ماه قاعدگی داره. خب بله. نمازش این چطور؟ اکثر وقت قاعدگی، حالت قاعدگی داره. این یک حالت به اصطلاح جدیدی هست، قبلا که اینجوری نبوده، یک عادت مشخص. بسیار خوب توضیح خواهم. سوال دوم؟ بعد این گرفتن موی صورت زنها، من بعضی میگن که گرفتن زیر ابرو این گونه ها و صورت طوری داره میشه. بسیار خوب توضیح. انشالله پاسخ دریافت میکنین. دست در نکنه. خیلی ممنون. سلامت باشین. تشکر میکنم از شما. بیننده بعدی رو بگیریم. خواهر شوق از امارات. سلام علیکم، بفرمایید. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خواستم بپرسم آیا دخترانی که موهاشون رو رنگ میکنن آیا جایز است؟ بله. سوال دیگه هم دارین؟ نه ممنون، خداحافظ. سلامت باشین. تشکر میکنم از شما. خواهر شیما از هلند. سلام علیکم، بفرمایید. الو سلام علیکم، خسته نباشین. سلامت باشین. من دو تا سوال دارم. سوری ببخشید، سه تا. بفرمایید. سوال اولتون؟ سوال اولم آیا خانمی که به موهاش روغن زیتون میزنه اشکال داره برای مس کردن یا نه؟ برای مس در وضو دیگه. بله. سوال دومم ما زمانی که غسل میکنیم خب میدونیم که اگه زیر پامون آب جمع بشه ما باید مثلا اول پامون رو نشوریم، ولی اینجا آب جمع نمیشه زیر پامون. ما باید پامون هم بشه، یعنی اول وضوی کامل بگیریم بعد غسل بکنیم یا بذاریم پامون رو آخر سر بشوریم؟ این سوال دومم. بله. سوال سومم میخواستم بدونم شیعه از کجا به وجود اومده؟ بله.
این دیگه خیلی طولانیه ممنون. دیگه مثال آخریتون. تشکر میکنم از شما. بیننده بعدی آقا محمد از بندرعباس. سلام علیکم، بفرمایید. علیکم سلام. لطفا سوال شرعیتون بفرمایید. علیکم السلام و رحمت الله. ما از بندرعباس مزاحم مهاجر افغانی. بله، سوال شرعیتون بفرمایید. سوال ما این بود که این سعید فطر ما روزه که با ایران ایستاده مشکل نشه نداره. بله درست. سوال دیگه ندارین؟ نه سلامتی خدا. سلامت باشه. بیننده بعدی خواهری از ایران. سلام علیکم، بفرمایید. الو. سلام علیکم، بفرمایید. سوال شرعیتون بفرمایید. سلام، خسته نباشید. میخواستم بپرسم که آیا اون خانومی که شوهرشون فوت کرده و در عده به سر میبرن میتونن 1-2-3 روزی برن شهرستان شب اونجا بمونن یا باید برگردن خونه همسری که فوت کرده و اونجا بلتوته کنن؟ بله، سوال دیگه هم دارین؟ سلامتی شما، خیلی متشکرم. ان شاءالله موفق و زنده باشید. سلامت. خدا نگهدار شما. سلامت باشید. خدا نگهدار شما. بیننده بعدی رو بگیریم. سلام علیکم، بفرمایید. آقا یوسف از ایران. سلام علیکم، بفرمایید. ظاهرا تماسشون قطع شد. بیننده بعدی رو بگیریم. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید. سلام بر تمام بینندگان شبکه جهانی مثل حق و با فاز معظم و خالی قدر ما و شما ایشان برادر می‌دارم. سلام و احترامات. سوال ما در زمینه امی بابا و بابا کلانه ما تقریبا 50 سال پیش، 60 سال پیش، 70 سال قبل در خود افغانستان و اینها اکثریت از بابا کلانه ما قرآن خواندن را یاد نداشتن، نماز درست خواندن نمیتونستن، علاقه کردن نمیتونن، چیزی که باید و شاید و باید میبود تو رقم علاقه کردن نمیتونستن. خوب بر مشکلات یا بزرگ بودن خواندن حتی قرآن خواندن نمیتونستن. اگر یا مسئله مسیح است که ممتعقیده را سه داشتن از پروردگار عالمیان و محمد صلی الله علیه وسلم تا این بنای مصوری و حج و زکات آیا یا در آخر مؤاخذه میشوند. سوال از استاد معظم داشتن اگر زمان را توضیح نمی‌دارد. دیگه همچنین پادشاه‌های ما، پادشاهایی که در افغانستان بود 50 سال هر کدام از یا پادشاهی میکردن خود از یا این شخصیتان نماز خودی هم نداشتن، قرآن خواندن رو درست نداشتن. این اصلی نمی‌فهمیدن. آیا علت پسمانی و عقیمانی مسلمانای خصوصا ملت افغانستان همین نبوده که پادشاهای قرآن از دین به شکل درست به شکل حقیقی نفهمیدن. امروز ملت تمامی با سرزرگمی و دمی مشکلات و دمی شالشات گیر داره مثل مشکلات پروبلم ها درگیر مانده و اکثریت کشورها امروز افغانستان رفت به شکل اشغال شده. امروز افغانستان تفکیر کردن و همه روزه 100 نفر 200 نفر ما رو مشاهدت میرسانند. علت عمدهش همین نبوده. همین سوال استاد عزیز داشتن، سوال اگر جواب بدن در عبارت توضیح بدن. تشکر میکنم شما. سوال و درد واضح، انشالله پاسخ رو دریافت میکنیم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خواهر فاطمه از ایران. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم، بفرمایید. سلام، ببخشید یه سوال داشتم. بفرمایید. ببخشید میخواستم بپرسم درباره جمع کردن آب نیسان، آب بارونی که از 23 فروردین تا 23 اردیبهشت شروع میشه، صحت داره یا نه؟ به چه قصدی یعنی؟ آب بارونه، مثلا میگن که اگه روش 70 تا سوره توی کتاب مفاتیح اهل شیعه داره، میخواستم اینم درسته یا نه؟ بله، انشالله پاسخ دریافت میکنیم. خیلی ممنون. سلامت باش. آقای احمدی از ایران. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم، بفرمایید. ظاهراً تماسشون قطع شد. بیان بعدی رو بگیریم. برادری از تاجیکستان. سلام علیکم، بفرمایید.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید. استاد سوال داشتم. بفرمایید. استاد همین روز در همین کار زندگی ما شیطان در آمد با همسرم واقعا طلاق وای کردم، جداگی شده، شایمانی شده، یعنی چیکار کنیم از کار بار مونده. یعنی به چه صورت گفتین مولوی؟ یعنی چند لفظ رو تکرار کردین؟ به چه صورت؟ با طلاق سه طلاق کردم، شایمانی شده که همجا شیطان هم پدر آمدن خیلی. بله. انشاءالله پاسخ دریافت چه میکنید. صورت بوده شما یعنی این طلاق رو معلق کردید یا اینکه مستقیما گفتید که تو 3 طلاقه هستید؟ اون الفاظی که شما تکرار کردید به چه صورت بوده؟ بیننده گرامی سوالم تماسشون قطع شد. بیننده بعدی بگیریم. برادر ابورضا از اهواز، سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم، خدمت شما. و علیکم السلام و رحمت الله، بفرمایید. سوال داشتم در مورد اینکه چطور میتونیم ما سر رو باطل بکنیم اگه کسی برای ما سر نوشته باشه، چطور میتونیم رو باطلش بکنیم؟ چرا چی داد؟ بله. سوال دیگه هم دارین؟ ممنون، تشکر. تو ما دو نامه مثل بسته شده داخل خونه پیدا کردیم که سری متنا و سری حروف و حالا یه سری قرآن هم داخلش نوشته شده، شکل و انسان و بخر و اینا پیدا کردیم. من اینو بازش هم خوندمش، بازینم اشکال هم داره. درست. انشالله پاسخ دریافت میکنم. سلامت باشه. در مولانا 23 سوال گرفتیم، ادامه بدیم یا بریم دیگه؟ فعلا ادامه بدیم. بیننده بعدی خواهر عایشه از تهران، سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم، خسته نباشید. سلامت باشین، بفرمایید. ببخشید میخواستم بپرسم، چند تا سوال داشتم. سوال اولتون؟ کسی که بی سواد باشه، سواد نداشته باشه، وقتی سوره هایی که تو نماز خوندنی رو میخونه خیلی از حرفشو نتونه بگه، مثلا زبونش بند بیاد. مثلا ابی لهبن رو میگه ابی لهبن. درست. چیکار باید بکنه؟ آیا گناه داره؟ سوال دیگه؟ سوال بعدی؟ میخوام بپرسم که دخترها از 5 سالگی براشون گناه نوشته میشه. اگه بچه از سالگی نماز بخونن. بله. سوال بعدیتون؟ صداتون الان واضح نیست. سوال آخریتون رو دوباره تکرار کنید. بله. سوال آخریتون؟ سوال اولمو؟ نه، سوال آخریتون رو. میگم اگه 10 یا 11 ساله باشه، روزش قضا شده باشه، باید قضای روزش رو بگیره؟ بله. یه سوال دیگه هم داشتم. سوال آخریتون رو بفرمایید. چجوری تلاوت میشه بگین چطوری بخونیم؟ متوجه نشدم، دوباره بگین. سجده تلاوت. سجده تلاوت. چطوری بخونیم؟ بله. من نفهمیدم. سلامت باشین. تشکر میکنم از شما. بیننده بعدی برادری از آلمان، سلام علیکم، بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته، بفرمایید. برادر عزیز، من یک سوال دارم درباره آیات منسوخ شده. بعض آیات هست که منسوخ شده و حکمش جاری است، اما آیات هایی که منسوخ شده و هیچ حکمش جاری نیست، اونم آیات میخوام برای ما واضح بسازین. بله. سوال دیگه هم دارین؟ نه خیر، تشکر یک جان، ممنون. سلامت باش. تشکر میکنم از شما. برنده بعدی رو بگیریم. خواهر فاطمه از آلمان، فرانکفورت، سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و اسم من فاطمه است، از فرانکفورت صحبت میکنم. بله.
میبخشین من از طرف خواهر خود یک سوال داشتم. اونا شوهرشان یک روز برشان اشتباه یک موضوع گفتن 3 بار که تو طلاق هستیم. اگر اون موضوع دقیق نبود، صحیح نبوده، که پسان از معذرت خواست و که ما اشتباه کردیم گپ زدیم و هم برشان گفت که تو بالای ما حرام هستی. چه کسی گفت؟ یعنی شوهرش به زنش گفت تو طلاق هستی بعد گفت اشتباه بوده؟ بله، به خاطر که او سرش یک اشتباهی کرده بود، مگر امو اشتباهی کرده بود صحیح نبوده که خود از او غلط فهمیده بود اینا. بعد از او برش و یک گپ هم برش گفته بود که خودت بر من حرام هستی. حالا شوهرش بسیار زیاد جگرخون است و یک راه حل به خاطر ازی میخواین پیدا کنن. من میخواستم که مولانا صاحب اگر یک مشوری معقول دینی بر ما بدن که چی باید اینا بکنن. ایشون که یعنی دقیقاً چه الفاظی رو به کار بردن؟ یک چیزی تو ذهنشون بوده، یک کاری بر اساس یک تصوری که بوده که اونا بسیار شوهرش فیسبوک و گپا را خوش نداره، به نام کسی را دیده بودن که ایده فیسبوک است. باز سر از او گفتن که تو ده فیسبوک داری و ای گپا، وقتی که او از کس دیگه بوده، وقتی که کل چیزا را کنترل کردن که اشتباه کرده بود شوهرش. اما در او وقت بر خانم خود گفته بود که برای همشیره ما که تو طلاق استی 3 بار و سر ما دیگه حرام استی. و اینو مخیط کرده بود که اگر این صفحه فیسبوک مال تو باشه حرامی یا طلاقی؟ نگفته بود در وقت، اما وقتی که فهمید که گپش دقیق نیست بسیار زیاد پشیمانی میکرد، میگفت ما اشتباه کردیم. حالا میخواه که میگه ما باید یک عالم رجوع کنم، که ما باید چی بکنم که اگر شوه که پس پیوندم و اینا درست شود. درست. سوال واضح، انشالله پاسخ رو دریافت میکنید و سلامت باشین. تماس ها انشالله کافیه. در اینجا با هم چند نفرم پشت خط هستن، بگیریمشون دیگه. بله، آقا ناصر از ایران، سلام علیکم، بفرمایید. بله. خسته نباشید، ممنون. سلامت باشین. میخواستم سوال انشالله فقط یک سوال بپرسین چون که وقت زیاد نیست و میخوایم اگه میشه جواب. اول که کسی دست عمر گفت صداتون واضح نیست، شمارتر سوال کنید. اگر کسی دست عمر توهین کرد، حالا از حرف بعدی زد، ما چی باشه؟ ما که بله. بعد سوال دوم که نماز بخونی یه موقع اشتباه میکنی، به جای 4 تا 5 تا بخونی، باید بکنی، باید نماز دسته میشه دوباره بخونی یا از یا ده همون. ممنونم ازتون. سلامت باشین. سلامت باشین. تشکر میکنم از شما. بینندگان عزیز، در اینجا با هم یک میان برنامه میبینیم و دوباره باز خواهیم گشت، در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. أعيش الحياة بنور الكتاب وهدي الرسول إمام الورى وأقفو طريقا به الصالحون مضوا للرشاد وحازوا العلا ففيه السعادة فيه الهنا. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند اهل قرآن اهل الله و بندگان خاص او هستند. أعيش الحياة بنور الكتاب وهدي الرسول إمام الورى وأقفو طريقا به الصالحون مضوا للرشاد شبستان وجودی ما بدون یاد رفتار است، به نازم نور
نور قرآنش دوای شبستان وجود ما بدون یاد ربطار است، بنازم نور قرآنش دوای قلب بیمار است. زمین خشک دلها را چو آب پاک باران است، هر آن کس زین گریزان است، گلستانش پر از خار است. اگر روزی گذر کردی به سوی گلشنی قرآن، بیابی بزم قرآن را بهشت پر ز انوار است. سرشت از ایزدی دارد، نشان از سرمدی دارد، بود نطق خداوندی غم ابلیس مکار است. شبستان وجود ما بدون یاد ربطار است، بنازم نور قرآنش دوای قلب بیمار است. چو خورشیدی پر از نور است، لباسش عطر و کافور است، بیا از وی ببر نوری که او مصباح انوار است. به دل دارد ابد قرآن مسلمان را پیامی رب، ولی هر مسلمان است عدو سخت کفار است. اگر در زندگی آید شود جانت بهارستان، گر از او رو بگردانی سزایت آتش و نار است. شبستان وجود ما بدون یاد ربطار است، بنازم نور قرآنش دوای قلب بیمار است. شفای روح هر جسمی توی قرآن، توی قرآن، بهاران می کنی دل را، دل از یادی تو سرشار است. خدایا عشق قرآنت به قلب ما فزون بنما، ببر از دل گناهان را که قرآن خصم فجار است. بگردان ره روانش را به دنیا سرور و سالار، به عقبی جزو ابرار است که او سالار ابرار است. شبستان وجود ما بدون یاد ربطار است، بنازم نور قرآنش دوای قلب بیمار است. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند فرزندانتان را بر 3 خصلت تربیت نمایید: محبت پیامبرتان و محبت خاندانش و تلاوت قرآن، چرا که حافظان قرآن در روزی که هیچ سایه‌ای جز سایه او تعالی نیست با پیامبران و برگزیدگان الله در زیر سایه عرش الهی قرار می‌گیرند.
هدي الحبيب يقودني وبنوره تصفو الحياة. قد سار في درب النبي صحب وأشراف. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرماید در روز قیامت به حافظ و همدم قرآن گفته می شود بخوان و بالا برو و تلاوت کن چنان که در دنیا تلاوت می نمودی، همانا جایگاه تو نزد آخرین آیه است که می خوانی. ونعانق العيش الهني نحيا ونرشف من شذا نحيا ونرشف من شذا. تلاوت قرآن. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند قرآن بخوانید، زیرا قرآن در روز قیامت برای اهل خویش شفاعت می کند. زهراوین را یعنی بقره و آل عمران را بخوانید، زیرا که در روز قیامت همانند دو پاره ابر سفید و نورانی یا دو سایبان یا دو دست پرنده می آیند و از اهل خود حمایت می کنند. سوره بقره را بخوانید، زیرا تلاوت آن برکت و ترک آن حسرت است و جادوگران نمی توانند آن را حفظ کنند و نمی توانند بر خواننده آن تسلط یابند. اللهم اجعل القرآن شفيعنا وأنيسنا، اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار. قل إن خير الأنبياء محمد وأجل من يمشي على الكثبان وأجل صحب الرسل صحب محمد وكذاك أفضل صحبه العمران. قل إن خير الأنبياء محمد وأجل من يمشي على الكثبان وأجل صحب الرسل صحب محمد وكذاك أفضل صحبه العمران. رجلان قد خلقا لنصر محمد بدمي ونفسي ذلك الرجلان بنتاهما أسنى نساء نبينا وهما له بالوحي صاحبتان وهما له بالوحي صاحبتان وهما لأحمد نظراه وسامعاه وبقربه في القبر مضطجعان وهما لأحمد نظراه وسامعاه وبقربه في القبر مضطجعان. كان على الإسلام أشفق أهله وهما لدين محمد جبلان وهما لدين محمد جبلان. قل إن خير الأنبياء محمد وأجل من يمشي على الكثبان وأجل صحب الرسل صحب محمد وكذاك أفضل صحبه العمران. قل إن خير الأنبياء محمد وأجل من يمشي على الكثبان وأجل صحب الرسل صحب محمد وكذاك أفضل صحبه العمران.
هدي الحبيب يقودني وبنوره تصفو الحياة سار في درب النبي. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند خانه های خود را قبرستان قرار ندهید، همانا شیطان از خانه‌ای که در آن سوره بقره خوانده شود می‌گریزد. ونعانق العيش الهني نحيا ونرشف من شذا نحيا ونرشف من شذا هدي الحبيب يقودني وبنوره تصفو الحياة سار في درب النبي. عرض سلام و خسته نباشید مجدد دارم خدمت بینندگان عزیز. اولین سوال بینندگان که از تماس تلفنی گرفتیم در مورد این بود که آقا حسین بودن گفتن که ما وقتی که در لنج نماز میخوانیم موج میآید و باعث اختشاش در نماز میشه، چه حکمی داره؟ آخه تماسشون قطع شد. بسم الله الرحمن الرحیم. اگر هدفشون عدم استقرار لنج هست که در واقع موج به لنج میزند و خشوع نمازشون و خضوعشون در واقع تحت تاثیر قرار میگیرد یا خودشون امکان دارد که جایشون تغییر پیدا بکنن، این اشکال شرعی ندارد، یعنی به اتفاق هیچ گونه اشکال شرعی وجود ندارد و نمازشون کاملا درست است. و موردی دیگر اگر سوال ایشون درباره تغییر جهت قبله هست، در مورد تغییر جهت قبله در لنج هستند، نماز میخونند، باد میزند و لنج تغییر در واقع حرکت میکند از جای خودش و جهت قبله عوض میشود. در این شکلی نیست که یعنی نماز خوندن به طرف قبله جزء شرایط نماز هست، این حتما باید به طرف قبله نماز بخونیم و اگر کسی دیده و دانسته برخلاف جهت قبله نماز بخواند نمازش صحیح نیست. و نماز فرض رو رسول الله صلی الله علیه و سلم همیشه وقتی که در سفر بودند از مرکب خودشون پیاده می شدند و نماز فرض رو می خوندند، منتها نماز نفل رو حتی بر روی حیوان می خوندند، یعنی در حالت سواره بر روی مرکب خودشون سوار بودند، به هر طرفی که در واقع در مسیر بودند نماز نفل رو می‌خوندند و اشکال شرعی وجود نداره در این زمینه. یعنی خواندن نماز نفل بر روی کشتی یا بر روی مرکب به هر صورتی که باشد یا بر روی ماشین، به هر طرفی که شما میروید در مسیر حرکت هستی ولو اینکه به طرف خلاف قبله باشد این جایز است، اشکالی ندارد. اما در مورد نماز این جزء شرایط نماز هست و حتما باید رو به طرف قبله باشد. در صورتی که کسی بر روی لنج، کشتی یا موارد دیگر یا فرض کنیم هواپیما مثلا دارد نماز میخواند و این لنج یا کشتی هواپیما تغییر جهت میدهد و صورت شما از قبله منحرف میشوند، اگر متوجه هست و میداند خودش هم بچرخاند، بر روی لنج سوار هست و در نماز رو شروع کرده به طرف قبله، الان فرض کنیم که لنج جهتش عوض شد و روی ایشون از جهت قبله منحرف شد، اشکال نداره و ایشون باید بر بگردن به طرف قبله، نمازشون کاملا صحیح است و اشکال شرعی نداره. و بالفرض اگر متوجه نشدند و نمیدونستند که طرف قبله کجا هست یا اساسا نمیدونستند که جهت قبله عوض شده، بر روی لنج سوار بودن، نماز رو شروع کردن به طرف قبله و متوجه نشدند که جهت قبله در واقع عوض شده و لنج تغییر مسیر داده، بازم در صورتی که ندانستند نمازشون صحیح است و هیچ گونه اشکال شرعی در این زمینه وجود ندارد. روایتی هست در صحیح بخاری که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند اذا امرتکم بامر فاتوا منه ما استطعتم، وقتی که من شما رو دستور دادم یک کاری رو انجام بدید تا حدی که میتوانید بر اون انجام بدهید و در موردی که غیر از یعنی فراتر از توان شما هست و در اختیار شما نیست الله متعال شما رو مؤاخذه نمی کند. پس بنابراین نماز خوندن در لنج درسته، جایز هست و اگر شما متوجه شدید که لنج تغییر مسیر داده شما برگردید به طرف جهت قبله و نمازتون کاملا درسته. جزاکم الله خیر.
سال بعدی آقای حیدر سوالشون این بود، گفتن که من عبادت هام انجام میدم، نماز روزامو انجام میدهم، اما با این وجود باز معتاد هستم و از مواد استفاده میکنم، آیا گناه انجام دادم؟ یعنی استفاده از مواد مخدر حرام هست و جایز نیست و جزء خبایث هستند و وقتی که تقسیم بکنیم جزء طیبات نیستند. الله متعال طیبات را و چیزهای حلال را و مفید را الله متعال حلال گردانیده و مواد مخدر جزء موارد نشه آور هست و به اتفاق علما در واقع حرام هستند. اما حرمت مواد مخدر یا استفاده از مواد مخدر یک عمل جداگانه هست و نماز و روزه و بقیه عبادات شما یک حکم جداگانه دارد. یعنی این که به خاطر معتاد شدن شما نماز و روزه تون این گونه نیست که قبول نشود، حکمش یک حکم جداگانه هست. بله. مثل این است که یک فردی فرض بکنیم که نماز میخواند اما در کنار نماز همراه با نماز احیانا شاید دروغ میگوید یا غیبت میکند. نمازش صحیح هست اما دروغش، غیبتش یک گناه دیگری هست که جداگانه مرتکب شده. به خاطر یک گناه نماز انسان در واقع باطل نمیشود. نماز شما درست، عبادات شما درست است و سعی بکنید که انشالله به مرور زمان و رفته رفته انشالله این اعتیاد رو هم ترک بکنید یا کم کم اینو به حداقل برسونید که در آخر بتوانید که اینو به راحتی ترک بکنند. اما اگر ترک نشد نماز و عبادات دیگر شما در واقع قبول هست. بله انشالله گناه رو ترک بکنن اما نماز رو ترک نکنن. بله. اصل چون که عبادت ولی هیچ گناهی در هر حدی که باشد مجوزی برای ترک عبادت نیست. یعنی هیچ انسانی نمیتواند بهانه بکند که نه به هیچ عنوان، ولو اینکه سرقتی رو انجام داده باشه، زنایی رو کرده باشه یا هر گناه دیگری رو مرتکب شده باشه، هر گناهی ولو اینکه خیلی عظیم و بزرگ باشد به هیچ عنوان دلیلی یا توجیهی برای ترک یک عبادت و فرض نیست. شما گناهی رو مرتکب شدید، توبه بکنید، استغفار بکنید و عبادت‌هایی رو که بر شما فرض است حتما اونها رو باید انجام بدهید و ان شاء الله الله متعال عبادات شما را قبول می‌کند و خود همین استمرار در عبادت و در نماز این سبب ترک گناه می‌شود. گناه نباید سبب ترک عبادت بشود، بلکه عبادت سبب ترک گناه ان شاء الله خواهد شد. جزاکم الله خیر. یعنی بعدی از تاجیکستان بودن که سوالشون چون صدا مشکل داشت خوب واضح نبود، ولی اصل موضوع من اینجوری فهمیدم، گفتن اینه که اگه کسی نتونه روزه ماه شوال در اولش ماه شوال بگیره، آیا میتونه در آخر ماه شوال بگیره؟ بله منم این گونه متوجه شدن. اگه منظورشون این باشه که 6 روزه شوال رو در اول ماه یعنی پیوسته و بعد از ماه مبارک رمضان نتونستن بگیرن، در آخر ماه فرض کنیم 6 روز آخر ماه رو روزه گرفتن، بازم اشکال شرعی ندارد و جایز هست، یعنی این ثواب رو ان شاء الله دریافت میکنن. اما اگر ماه شوال تمام شد و سپری شد بعد از آن در ماه‌های دیگر اگر روزه بگیرن، این به عنوان 6 روز ماه شوال در واقع حساب نمی شود. به تعبیر دیگر روزه 6 روز شوال قضا ندارد و اگر کسی 6 روز از ماه‌های دیگر روزه بگیرد این فضیلت را نخواهد داشت. درست. جزاکم الله خیر. سوال بعدی بیننده درباره یک دعایی که در نماز گفتن میخوانن، نماز وتر، اللهم انا نستعینک و ایاک نعبد. بله دعایی که در ثابت هست، دو تا دعا هست که معروف دعایی هست که معمولا مذهب شوافع و دیگران میخونن و دعایی هست که در مذهب امام ابو حنیفه هست و دعای وتر هست و که در نماز وتر میخونن دعای قنوت هست. این دعا ثابت هست و خوندنش اشکال شرعی ندارد و جایز هست. اگر کسی حفظ بود این دعا رو بخواند یا دعاهای دیگری که در این زمینه هست یا هر دعای دیگری که بلد هست میتواند که در هنگام قنوت این رو بخواند و قنوتش در واقع قبول هست و کفایت میکند. بله جزاکم الله خیر. بیننده بعدی گفتن کسی که بی سواده و نمیتونه سوره ها رو خوب بخونه در نماز، اگر سوره ها رو اشتباه بخونه یا نمازش درسته؟ کسانی که توانایی ندارند، یعنی اساسا انسان باید سعی بکند که چند سوره رو حداقل به صورت صحیح قرائتشون رو فرا بگیرد و اینو برای کسانی که هستند پدر، مادر، خواهر، برادر، دوست و عزیزی که وجود دارن سعی بکنن قرائت خودشون رو تصحیح بکنن. و بالفرض اگر کسی به خاطر بزرگسالی نتوانست که در واقع خوب یاد بگیرد یا به خاطر بیسوادی هر چی سعی کرد نتوانست تلفظ صحیح یک سوره رو یاد بگیرد، اشکال ندارد، در همون حدی که بلد هست نماز بخواند و این برایش کفایت میکند، زیرا که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند دستوراتی که من به شما دادم هر کسی در حد
توانش بر آن عمل بکند. کسی که پیر شده توانی بیشتر از این را ندارد که سوره هایی رو یاد بگیرد، یا کسی که بی سواد هست و استعداد ندارد شاید بیشتر از این نتواند که و بهتر از این نتواند حفظ بکند. پس بنابراین نماز افراد معذور درسته و اشکال شرعی ندارد. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی خواهری بودن که 2 سوال داشتن، تقریبا به هم ربط داره. گفتن که آیا زن میتواند بعد از وفات همسر با وجود منزلی که همسر به او داده عده را در خانه پسر بزرگش بگذرونه؟ و آیا هم وقتی که همسر به او خونه داده آیا زن میتونه در همون خونه عده را بگذرونه؟ در مورد عده وفات 4 ماه و 10 روز هست. الله متعال میفرماند والذین یتوفون منکم و یذرون ازواجا یتربصن بانفسهن 4 اشهر و 10. 4 ماه و 10 روز رو در انتظار بنشینند، یعنی در حالت عده بنشینند و عده رو باید در همان منزلی که شوهر بوده با هم دیگر زندگی میکردند و شوهر وفات کرده در همون منزل باید عده را سپری بکنند. خارج شدن از اون منزل یا محل عدت بدون عذر جایز نیست. عذر چی هست؟ عذر مانند این هست که فرض کن نیاز داره که برود برای مراجعه به پزشکی به بیمارستان برود، اشکال شرعی ندارد، جایز هست. نیاز دارد که برود سر خیابان و تا بقاله برود چیزی رو برای خودش خرید بکنه، چون چیزی جایز نداره. 2 روز مسافرت بره. نه، مسافرت های بی مورد جایز نیست. اما اگر این سفر فرض کنیم یک سفر علاجی هست، مجبور است برای علاج خودش برود، در این زمینه اشکال شرعی وجود ندارد. اما در غیر این صورت زن اجازه ندارد که از منزلی که شوهرش وفات کرده، منظوری نیست که شوهر در اون منزل وفات کرده، یعنی در منزلی که شما سکونت می‌کردید این منزل منسوب بوده مال شوهرتون هست یا به اجاره نشسته بودید یا در اون خونه و در زمانی که شما با شوهرتون ساکن فلان خونه بودید شوهرتون در واقع فوت کرده، از نظر شرعی شما باید در همون منزل سکونت بکنید. اتفاق افتاد که اکثر اصحاب سنن ترمذی و نسائی و دیگر این رو روایت کردن. داستان فریعت ابن مالک هست رضی الله عنها. ایشون اومد پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم، گفت یا رسول الله شوهر من رفته بود دنبال چند تا برده داشته فرار کرده بودند که اونا رو بازگرداند، این برده ها شوهر ما رو گرفتند و کشتند و الان من هم در خونه فلانی زندگی میکنند. یک شخص دیگری رو ذکر کرد. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که اشکال نداره، برو خونه خودت، برو خونه پدر و مادرت. هنوز از مسجد خارج نشده بود. رسول الله صلی الله علیه و سلم دوباره صداش زد، گفت نه، در همون منزلی که تو با شوهرت ساکن بودی در همون منزل بمان حتی یقضی الکتاب و اجل، تا اینکه عدت در واقع تمام بشود. از به استدلال از این حدیث که روایت صحیح هست، تمام علما اجماع نظر دارند بر این که زن باید در همان خانه‌ای که زندگی می‌کرده و شوهرش وفات کرده باید در همان خانه عدت خود را بگذارانند مگر بنابر عذر. ما فرض بکنیم که در یک جایی هست، الان مثلا کرایه خونه تمام شده، خودش نمیتواند کرایه خونه رو بدهد، یا در یک جایی هست که امنیت به هیچ عنوان ندارد و مجبور هست که از اون خونه بیرونش میکنند، در این صورت اشکال شرعی وجود ندارد. اما تا زمانی که ممکن هست و تا جایی که ممکن است باید در همان خانه‌ای که با شوهر زندگی میکرده در آن خونه باید بماند. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی گفتن که آیا برادر میتواند برای مادر و خواهر اینها، یعنی برای خانم ها امامت بدهد؟ بله، اشکال شرعی ندارد. وقتی که افرادی در منزل هستند و میخواند که نماز بخونند، اولاتر این است که نماز رو با جماعت بخونند. پدر منزل یا برادری که در اونجا هست میتوانند امام بشوند و باقی مانده افراد خانواده، مادر، خواهر یا عمه و خاله، هر کسی که باشند ولو زنای دیگری هم که باشند میتوانند پشت سر ایشون در واقع نماز بخونند. اما حتما باید مردها یک صف باشند و زنها یک صف جداگانه. به طور مثال اگر در یک خونه فرض کن که 2-3 نفر از برادران هستند یا پدر هست و 2-3 نفر مردند و 2-3 نفر زن هستند، در صف اول که باید امام هست، یعنی امام باید جلوتر از همه میستند. در صف بعدی مردها باشند ولو اینکه بچه باشند، مردها باشند ولو اینکه بچه‌های نابالغی باشند، اینا یک صف باشند، صف اول باشند و زنهایی که وجود دارند صف بعدی باشند. اگر یعنی مرد فقط یک نفر هست، یعنی برادر شما هست که تنها امام شده، شما می توانید که پشت سر ایشان در صف بعدی اقتدا بکنید، اشکال شرعی وجود ندارد و کاملا و 100% و بالاتفاق جایز هست. بله، جزاکم الله خیر. برادر از تاجیکستان تقریبا درد دلی هم داشتن در قضیه این که گفتن امام مسجدشون در ظاهر میگه که اهل سنت و ادعای حنفیت رو میکنه ولی تقیه میکنه و با عقاید شیعه داره وارد میشه
و در احادیث اهل سنت شبهه وارد میکنه، میگه ضعیفه و گفتن که معلومه که یعنی شیعه شده و نماز مغرب رو هم دیر اذان میگه، ولی ما نمیدونیم که با او چیکار برخورد بکنیم به خاطر که مشکلاتی که برای ما وجود میاد. چیکار باید؟ در این مورد به صورت کلی انسان باید برای دین خودش هوشیار باشد. شما باید تا جایی که ممکن هست شبهات را باید کنار بزنید و در واقع بر یقین عمل بکنید و تمام کسانی به صورت کلی تمام کسانی که در حوزه‌های علمیه شیعه در تهران و قم و جامعه المصطفی و جاهای دیگر تحصیل کردند برای شما مورد اطمینان نیستند، انسان‌های مشکوکی هستند و شما باید در این موارد حتما باید احتیاط بکنید و خصوصا در صورتی که بخواند که مظاهر دین شیعه رو در میان شما رواج بدن، بدعت هایی که شیعه دارند اونها رو رواج بدن، اوقات نماز رو بخوان تغییر بدن مثل شیعه ها نماز بخونن، اینها دلایل صریح و آشکاری هست که اینها در واقع گرایش به تشیع دارند. پس بنابراین در این زمینه شما باید کاملا احتیاط بکنید. اگر تمام مردم احتیاط بکنند، اگر تمام مردم بر اولا عمل بکنند، اگر تمام مردم تاجیکستان چنین افرادی را که تربیت شده شیعه ها هستند، کسانی که حضرت ام المؤمنین عایشه رضی الله تعالی عنها را تهمت فاحشگی و زنا میزنند، کسانی که اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم را کافر میدونند، کسانی که تمام اهل سنت و الجماعت را کافر میدونند، ناسبی میدونند، مرتد از اسلام میدونند و بقیه شرکیات و خرافاتی که در واقع شیعه دارند. و پس بنابراین شما باید به هیچ عنوان کسانی که دست پرورده چنین حکومتی هستند و چنین افرادی هستند برای شما گزینه خوبی نیستند و شما نمیتوانید که در دیانت خودتون و در نماز و بقیه عبادات خودتون به اونها در واقع اقتدا بکنید. همه مردم اگر یک دسته و یک پارچه از اونها روی بگردانند مطمئن باشید که در واقع جای پایی برای فعالیت‌های شیعه در میان ملت تاجیک و پیدا نخواهد شد و لازم نیست که حتما شما مخالفت بکنید و شما به نحو احسن با طریقه خوب با حکمت و درایت باید در چنین موارد عمل بکنید. نماز نخونید، اجباری نیست که شما پشت سر چنین افرادی در واقع نماز بخونید و بالفرض اگر نماز خوندید در صورتی که با شرایط نماز حنفی و شما نماز میخونند یا به قول شما تقیه میکنند، نماز شما درست هست، نماز شما درسته و فرض از شما ادا شده و لازم نیست که بروید این رو دوباره اعاده بکنید. اما در صورتی که 100% مطمئن بودید که فلانی حتما شیعه هست، 100% شیعه هست و نحوه وضو گرفتنش همون نحوه شیعه هست، عقیدهش عقیده شیعه هست، در این صورت نماز خوندن پشت سر چنین فردی جایز نیست و در هر صورت شما احتیاط بکنید به نفع شما هست و برای حفاظت دین شما اولاتر و بهتر است. اما اگر کسی متهم هست یا فقط حدس و گمانی هست و شما مطمئن نیستید، نماز پشت سر چنین فردی جایز هست، با وجود این که عرض کردم که احتیاط در هر دو صورت این است که شما پشت سر امامی که مطمئن هستید که حنفی هست، تحصیل کرده ایران و قم و جامعه المصطفی و بقیه مدارس شیعه ایران نیست، پشت سر چنین امامانی نماز بخونید که تحصیل کرده خود تاجیکستان هستند یا کشورهای عربی هستند و در مدارس اهل سنت و الجماعت در واقع تحصیل کرد. بله، جزاکم الله خیر. آقا بشیر احمد گفتن که اسم ستایش برای دختر آیا درسته؟ بله، اسم ستایش یکی از نامهایی هست که از نظر معنی اشکال شرعی ندارد، جایز هست و معنی همون حمد و ثنا رو میدهد و اشکال شرعی نداره و جایز هست. میرنده بعدی آقا محمد از کردستان بودن، در مورد دعای جوشنی که اهل تشیع میخونن در شب قدر سوال داشت. دعای جوشن یکی از دعاهایی است که شیعه این رو به عنوان اعمال شب قدر تعیین کردند و شب قدر اینو میخونند و این هیچ گونه دلیل شرعی ندارد. گذشته از این که خود دعای جوشن هم سند صحیحی رو ندارد و دعایی که در واقع از ائمه نقل شده باشد چون این دعایی نیست و اضافه بر این دلیلی بر این که خواندن دعای جوشن یا جوشن کبیر جز اعمال شب قدر باشد هیچ گونه دلیلی وجود ندارد و ثوابی که برای دعای جوشن کبیر هم تعیین کردند که تمامی گناهان انسان در واقع معاف می شود، چون این تأثیری هم ثابت نیست و دلیلی در این زمینه وجود ندارد. منتها خود دعای جوشن کبیر فی ذاتی چندان مشکلی ندارد، یعنی دعای شرک آلودی نیست مانند بقیه دعاهایی که شیعه دارند. اگر کسی خوند این دعا را مرتکب شرک نشده، اما این دعا جز اعمال شب قدر نیست و این ثوابی را فضیلتی را که برایش تعیین کردند این ثواب و فضیلت را ندارد و جز دعاهای
دعاهایی که با سند هست و سند صحیح دارند، این دعا جز اون دعاها نیست و انسان باید از چنین کاری اساساً باید پرهیز بکند. فقط در مواردی که یک عبادت رو از جانب الله یا رسول الله صلی الله علیه و سلم تعیین شده و جز اعمال فلان زمان یا فلان مکان بوده، انسان باید انجام بده. در غیر این صورت با حدس و گمان یا با گفته یک عالم و حجت الاسلام نمیتوانیم که چیزی رو در دین اضافه بکنیم. بله، جزاکم الله خیر. بیننده بعدی گفتن که همسرم 1 ماه است که دچار عادت ماهیانه شده، حالا نمازش در این حالت چطوره؟ نه. این در واقع خونریزی که بیشتر از عادت ماهیانه ادامه داشته باشد، این عادت همیشگی و قبلی، این اسمش هم حیض نیست و عادت ماهیانه نیست و حکمش هم نیست. یعنی این از نظر شرعی عادت ماهیانه حساب نمی شود و استحاضه هست. یعنی یک خون فاسدی هست که عوارض دیگری غیر از عادت ماهیانه دارد و حکمش در این زمینه این است که زنانی که دچار خونریزی زاید می شوند، یعنی بیشتر از ایام عادت ماهیانهشون، حکمش این است که بعد از این به تعداد اون روزها صبر بکنند، به تعداد روزها صبر بکنند. به طور مثال خانمی عادت ماهیانهش همیشه 7 روز می آمده، الان 7 روز صبر بکند و بعد از 7 روز غسل بکند، ولو اینکه خونریزی هنوز ادامه داشته باشد، غسل بکند و نماز بخواند. نماز و روزش کاملا صحیح است، منتها برای هر نماز یک بار وضو بگیرد. برای هر نماز جداگانه غسل لازم نیست، یک غسلی رو انجام بدهد. بعد از این که عادت ماهیانهش یعنی 7 روزش تمام شد، بعد از 7 روزش، یعنی هر یکی که عادتی رو داره، 7 روز فقط یک مثال هست که من عرض میکنم، بعد از این که عادت ماهیانه تعداد روزهاش تمام شد، غسل بکند و نماز بخواند و برای هر نمازی جداگانه نماز بخواند. و اتفاقی افتاد برای یکی از زنان که فاطمه بنت ابی حبیش هست، اومد پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم و عرض کرد که گفت که من زنی هستم که وقتی که عادتم شروع می شود پاک نمی شوم، ادامه دارد. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که امکثی ایام اقرائی، که به تعداد روزهای حیض خودت و عادت ماهیانه قبلا داشتی صبر بکن، بعد از آن غسل بکن و در واقع نماز بخوان. حتی در روایت اومده که ولو قطر الدم علی الحسیر، ولو این که خون بر مصلی و جانمازت هم بیفتد، یعنی نماز رو نباید ترک بکنی. پس بنابراین حکم شرعی است که این استحاضه هست، حیض حساب نمی شود و بعد از این که تعداد ایام عادت سابقش تمام شد غسل بکند و نماز خودش را بخواند و نمازش و روزهش صحیح است. جزاکم الله خیر. و غیر از این نقطه دیگری که در شناخت این مطلب هم در واقع تأثیر دارد، مواصفات و خصوصیت های خون عادت ماهیانه هست که از نظر رنگ متفاوت هست و خونی که معمولا خون عادت ماهیانه باشه خون غلیظی هست و تاریک و در واقع سیاه هست یا رنگ پررنگی دارد. خون استحاضه رنگ شفافی رو دارد، بویش با هم دیگر در واقع متفاوت هست، غلظتش با هم دیگر متفاوت هست. خون عادت ماهیانه در واقع لخته نمی شود، برخلاف خون استحاضه و خونهایی که عادی هستند. این تفاوت ها رو هم می شود که با اون خون عادت ماهیانه رو از خون استحاضه می توان که تشخیص داد. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی گفتن که گرفتن موی صورت برای زن مثل زیر ابرو آیا گناه یا نه؟ اشکال ندارد. گرفتن موی صورت، موی گونه ها و بقیه صورت برای زن کاملا جایز، اشکال شرعی وجود نداره. فقط چیزی که در روایات اومده گرفتن موی ابرو هست و در موی ابرو فقط موی خود ابرو هست، یعنی در میان 2 تا ابرو اگر مویی هست که 2 تا ابرو را کاملا به هم دیگر چسبوندند، وسط این رو گرفتنش هم اشکال شرعی ندارد و اگر کسی ابرویش بیش از حد کلفت شده باز هم اشکال شرعی ندارد و میتواند که اون رو در واقع به حد معمولی و طبیعی باز بگرداند. و گرفتن موی صورت و بقیه بدن برای زنان کاملا جایزه و هیچ گونه اشکال شرعی ندارد. سپاسگزارم از شما. خواهر دیگر پرسیدن که رنگ کردن مو برای دخترها چه حکمی داره؟ رنگ کردن مو اساساً جایز است برای دختر و برای زنانی که شوهر دارند یا زنانی که بیوه هستند. به صورت اساسی رنگ کردن مو جایز هست، اما ظاهر کردن مو برای دیگران جایز نیست.
یعنی اگر هدف این است که دختر مویش را رنگ میکند و این را در معرض دید دیگران قرار میدهد، چون این چیزی جایز نیست، اظهار زینت برای دیگران جایز نیست، اما خودش میخواهد که پیش خودش مویش یک رنگ مشخصی باشد که این رو برای غیر محارم خودش ظاهر نمیکند، در کوچه و خیابان مویش پیدا نمیشود، در این صورت اشکال شرعی ندارد و جایز است. بله، تشکر از شما. بیننده بعدی گفتن خانمی که به موهایش روغن زیتون میزنه، حالا هنگام وضو مسح موی سر دچار اشکال میشه یا نه؟ نه، اشکالی نداره. خانمی که موهایش رو در واقع روغن زده یا ژل مخصوصی رو استفاده کرده، مسح کردن بر چنین موی جایز هست و مسحشون در وضو درسته و وضوشون کاملا صحیح هست. بله. و سوال بعدی خود خواهر گفتن که اگر در جایی باشیم که به پا آب نرسه در حمام، مثل حمام امروزی، آیا باید اول برای وضو پاها رو هم بشوریم یا مستقیم غسل بکنیم؟ به آب به پا که میرسه در هر صورتی باشه. یعنی سنته که وضو بگیرن قبل از غسل دادن دیگه؟ سنت هست. وضو گرفتن قبل از غسل فقط سنت هست، واجب نیست، یعنی جز واجبات غسل نیست. بهتر است اگر کسی میخواد که غسلش بر اساس سنت باشد، بهتر این است که در ابتدا در واقع وضو بگیرد، بعد از آن غسل بکند. این صرفا در حد سنت هست، در حد سنت، واجب نیست. یعنی این که اگر کسی غسل کرد بدون وضو گرفتن که قبل از آن وضو بگیرد، غسلش کاملا صحیح است و نماز خوندن و بقیه عباداتش کاملا درسته و اشکال شرعی ندارد. اما مسئله در اینجا هست که در برخی از روایاتی که از رسول الله صلی الله علیه وسلم نقش درباره کیفیت غسل ایشون در واقع وضو میگرفتند و در برخی از روایات پاها را نمیشستند، یعنی دسته ها را میشستند قبل از غسل، در هنگام وضو و صورت را میشستند، پاها را نمیشستند، اینو میگذاشتند برای آخر غسل. و علتش این بوده که در حمام‌های قدیمی آب جمع می‌شده، یعنی آب غسل وقتی غسل می‌کردن زیر پای مردم در واقع جمع می‌شده و پاش در داخل این آب‌هایی بوده که آب باقی مانده غسلش هست که از روی در واقع بدن خودش را با آن شسته و بدین خاطر بعد از اینکه غسل تمام می‌شد پاهای خودشون را می‌شستند. اما الان چنین چیزی لازم نیست، یعنی وقتی که شما غسل می‌کنید آب در واقع جمع نمی‌شه از زیر پایتون و همین که شما در واقع شیر آب رو بستید و دوش آب رو آبش رو بستید، همین کفایت میکند و لازم نیست که حتما بعد از غسل جداگانه پاهایتون را بشویید. همین که در وسط غسل یا در اثنای غسل پای شما شسته شده و آب رسیده، همین کفایت میکند و شستن پا بعد از غسل لازم نیست. منتها اگر حالتهای قدیمی هست، کسی در یک وانی هست یا در یک جایی هست که آب زیر پایش جمع شده، همین آبی که شما غسل کردید آب مستعمل زیر پای شما جمع شده، وقتی که میخواستید که بیرون بروید از حمام اشکال نداره، شما میتوانید که پای خودتان را دوباره بشویید، اما اگر نشستید باز هم غسل شما صحیح است و اشکال شرعی ندارد. و سوال خود این خواهر دوباره این بود که اصل شیعه از کجا آمده؟ اصل شیعه از عبدالله ابن سبع یهودی هست و این قبل از این که اهل سنت و الجماعت این مطلب را بیان بکنند، خود شیعه اینو بیان کردن، نوبختی و قمی در کتابهای خودشون که جز قدیمی ترین کتابهای رجال و فرق شیعه هستند، در این نکته تاکید کردند که اولین کسی که دم از ولایت حضرت علی رضی الله تعالی عنه زد و امامت ایشان را منسوسه دانست و ایشان را وصی رسول الله صلی الله علیه و سلم معرفی کردند و اعدا و دشمنانش رو لعن کردند، این عبدالله ابن سبع یهودی بود و اساسی ترین اعتقادات شیعه ساخته و پرداخته عبدالله ابن سبع یهودی هست، به اعتراف بزرگان شیعه نوبختی و سعد ابن عبدالله قمی که نخستین نویسندگان شیعه در باب عقاید و فرق هستند. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی گفتن که در تمام دنیا عید بوده، ما در ایران روزه بودیم، چه حکمی داشته؟ از نظر شرعی وقتی که در یک جایی و خصوصا در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه اختلاف مطالع معتبر نیست، یعنی این که در هر جای دنیا وقتی که هلال عید را دیدن در تمام دنیا عید هست. این نظر امام ابو حنیفه و مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه هست و منتها برخی از علما این فتوا را دادن تا زمانی که یعنی دیدن ماه برای شما محرز نبوده و مطمئن نبودید که ماه دیده شده، از نظر شرعی شما باید روزه باشید.
اگر شما مطمئن نیستید که ماه دیده شده و رؤیت هلال برای شما ثابت نشده و فتوای بسیاری از علما هست که شما می توانید که روزهتون همچنان ادامه بدهید تا زمانی که هلال را روزه بکنید. دلیلش هم حدیث کریب هست و مولای ابن عباس رضی الله تعالی عنه که ایشان میگه که من در صحیح مسلم هست میگه که در شام رفته بود پیش حضرت معاویه رضی الله تعالی عنه که ام فضل کاری رو داشت، کار رو انجام داد و برگشت اومد به مدینه و از حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه از ایشون سوال کرد که رمضان رو کی دیدید؟ گفت که ما ماه رمضان رو شب جمعه دیدیم. شب جمعه دیدیم. معاویه هم اعلام کرد که ماه رو دیدیم، همه روزه گرفتن، من هم روزه گرفتم. عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه پرسید خودت هم ماه رو دیدی؟ گفت بله، و من هم جز کسانی بودم که ماه را شب جمعه دیدیم. شب جمعه ماه رو دیدیم در شام و در واقع روز جمعه ما روزه گرفتیم. حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه گفت که ما شب شنبه ما را دیدیم، یعنی یک روز بعد از شما. از کریب پرسید که آیا اون دیدن معاویه رو شما اعتبار نمیدید؟ اون برای شما قابل قبول نیست؟ گفت که نه، رسول الله صلی الله علیه و سلم هکذا امرنا رسول الله صلی الله علیه و سلم، به ما دستور داده صوموا لرؤیتی و افطروا لرؤیتی، اگر خودتان دیدید افطار بکنید، روزه بگیرید و اگر دیدید ماه شوال را در واقع عید بکنید. و حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه با رؤیت معاویه عید نکردند. این هم یک از نظر و آرای فقها است و از نظر شرعی برای شما اشکالی وجود ندارد. بله، جزاکم الله خیر. به سوال بعدی که جواب دادیم، مسافرت در عده، و سوال بعدی بیننده گفتن که باز حالت در دل بود، گفتن که در زمان قدیم خیلی از گذشتگان 60-50 سال پیش خوب عبادت ها را کاملا درست بلد نبودن، نماز یا عبادت ها را خوب انجام نمیدادن، ولی بالاخره عقیدهشون خوب بوده. آیا به خاطر اینکه عبادت ها رو خوب نمیدونستن مؤاخذه میشن یا نه؟ ببینید هر کسی در دایره اسلام هر کسی مکلف هست به اندازه علم خودش، به اندازه فهم و درک خودش و به اندازه در واقع توانایی که دارد برای تحصیل علم. ضروریات اسلام را انسان باید یاد بگیرد. هم گذشتگان میدونستن ضروریات اسلام را که چی چیزی حلال هست، چی چیزی حرام هست، و هم امروز من و شما میدونیم. اما این که به صورت کامل علمشون کامل نبوده، ناقص بوده، یا اینکه دچار خرافاتی بودند یا یک عالمی فتوای اشتباهی رو به اونها داده بوده، این در صحت عبادت اونها تأثیری ندارد. این در هر حدی که بودن دیانتشون و علمشون بر اون عمل کردند و بیشتر از اون را نمیتوانستند، ان شاء الله الله متعال عبادت همه رو قبول میکند و معذور هستند. جزاکم الله خیر. خواهر فاطمه از تهران درباره یک رسم‌هایی سوال کردن، گفتن که جمع کردن آب در ماه نیسان که از 23 فروردین تا 23 اردیبهشت گفتن شروع میشه، آب باران البته، گفت این چیکار چه حکمی داره؟ نه، چون این چیزی وجود نداره، این خرافه هست و افسانه هست و جمع کردن این آب برای استفاده در هر وقتی که باشد، هر آب باران استفاده از اون جایز هست و جز پاکترین آبها هست. اما استفاده جمع کردن این آب به نیت خاصی که شفایی داشته باشد یا تأثیری رو در سعادت شما داشته باشد، چون این چیزی وجود ندارد و کتاب مفاتیح الجنان یک کتاب خرافی هست و متضاد هست با دستورات و آموزه های قرآن کریم و احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم. و در این زمینه کتاب بسیار جالب و زیبایی رو علامه آیت الله ابوالفضل برخی نوشتند به عنوان تضاد مفاتیح الجنان با آیات قرآن. این کتاب بسیار جالبی هست و کتاب مفاتیح الجنان را به صورت کلی نقد کرده و تضادهایی را که با آیات قرآن دارد اینها را کاملا بیان کرده. اعتماد کردن بر چنین کتابی صحیح نیست و کتاب خرافه و افسانه است. درست. جزاکم الله خیر. که این کتاب هم بینندگان میتونن از طریق اینترنت هم تهیه بکنن با دانلود کردن. آقای احمدی گفتن که شیطان ما رو گول زد و همسرم رو 3 طلاق دادم، حالا پشیمانم، چیکار کنم؟ ایشون صدایشون قطع شد و من میخواستم که تفصیلاتی رو از ایشون بپرسم که به چه صورت بوده. و وقتی که کسی، یعنی طلاق یک موردی هست که هم جدیش جدی هست و هم شوخیش در واقع جدی محسوب می شود.
یعنی شما نمیتونید که همسر خودتان را بازیچه خودتون قرار بدید و ایشون رو مورد اذیت و آزار قرار بدید، بگید که من طلاق دادم، بعدا میگید نه من شوخی کردم که یکی از رنج و عذابی میشد برای در واقع زن. بدین خاطر هست که طلاق یک حکم شرعی هست. تلفظ کردن طلاق با نیت، این در واقع وقتی که شما هدفتون طلاق دادن زن هست، به هر صورتی باشد، وقت چه جدی باشید چه شوخی باشید، این طلاق در واقع می شود. ایشون برون در منطقه خودشون و کیفیت دقیق چه الفاظی رو به کار بردن و چگونه به کار بردن، این کیفیت دقیق رو سوال بکنن تا اینکه جواب دقیقی به ایشون بدن. بله، چون تماسشون هم ناقص قطع شد. جزاکم الله خیر. آقا ابورضا گفتن که در خونه یک و اوراقی رو پیدا کردیم، کاغذایی که چیزای مشکوکی روش نوشته شده که ظاهرا سحر است. حالا گفتم ما چطور میتونیم سحر رو باطل کنیم؟ اگر سحر شده باشه، خب تأثیراتش رو یعنی حتما در زندگی خودشون دیدن، مشاهده کردن این تغییراتی که در زندگی شما به وجود آمده، شاید یعنی به خاطر این تعویض یا سحری باشد که وجود داشته. اما اگر شما یعنی هیچ تغییری در زندگی شما ایجاد نشده و مشکلی برای شما و خانوادهتون ایجاد نشده، معنیش این است که شما سحر هم نشدید. و به صورت کلی بالفرض که سحر باشد، این چیزی که شما پیدا کردید سحر باشد، چه برای خودتون یا برای فرد دیگری باشد، یکی از راه‌های باطل کردن سحر باز کردن سحر است. باز کردن سحر یعنی همین تعویضی که اون را خوندند و پیچیدند و دوختند اون را، مثلا یا مویی که بر شانه مثلا مانند سحری که رسول الله صلی الله علیه و سلم سحر شدند، وقتی که حضرت جبریل علیه السلام خبر دادند به رسول الله صلی الله علیه و سلم که سحر شما در فلان چاه هست، رسول الله صلی الله علیه و سلم کسی رو فرستادند، اون سحر رو بیرون آوردند و بازش کردند. یعنی خود باز کردن سحر دلیل یکی از راه‌های باطل کردن سحر، همین که شما تعویض رو باز کردید یا اون که تار و پود و مویی که در اون بوده شما از هم باز کردید، این در واقع سحر باطل شده و اینو شستنش با آب سحر رو باطل میکنه، سوزاندنش، پاره کردنش یا باز کردنش، این جزء مواردی هست که سحر در واقع با این وسیله باطل میشه. درست. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی گفتن که دخترها از چند سالگی به سن تکلیف میرسن و اگر دختری در 10 سالگی 11 سالگی روزه نگرفته باشه، آیا باید قضا بگیره یا نه؟ برای بلوغ سن مشخصی تعیین نشده، فقط یک در واقع عمر تخمینی هست که در واقع اینو بیان کردن. علامت‌های صریح و صحیح ترش همون علامت بلوغ هست در زنان، که در زنان علامت بلوغ در واقع شروع عادت ماهیانه هست. هر سن و سالی که عادت ماهیانه زن شروع شد، دختران وقتی که عادت ماهیانه دیدن، به این معنی هست که بالغ شدند و نماز و روزه بر اونها فرض است. قبل از آن اگر نماز و روزه از اونها قضا شده، در واقع گناهی بر اونها مترتب نیست. اگر قبل از آن هم روزه نگرفتن، قضاش بر اونها لازم نیست. معیار شروع عادت ماهیانه هست و سن در این زمینه معتبر نیست. بله، جزاکم الله خیر. سجده تلاوت گفتن به چه صورت؟ سجده تلاوت یک سجده هست، یعنی در وقتی که بر آیه تلاوت برسند یک سجده رو انجام بدن، مثل سجده نماز، فقط یک سجده هست و در این سجده هر چی شما می‌خواهید میتونید که دعا بکنید. سبحان ربی الاعلی هم درسته، سبحان ربی الاعلی و بحمده هم درسته، یا بقیه اذکار و اورادی که وجود داره، هیچ گونه اشکال شرعی نداره. فقط یک سجده هست و با هر ذکری که شما بخونید این در واقع ادا میشود و خود این سجده تلاوت جز سجده‌های سنت هست، یعنی فرض و واجب نیست. اگر ترکش کردید هم گناهکار نمیشه. جزاکم الله خیر. بیان بعدی در مورد آیه هایی که منسوخ الحکم و منسوخ تلاوت شدن سوال کردن. از نظر شرعی نسخ وجود دارد در شریعت اسلامی. در آیات قرآن اینو صراحتا الله متعال میفرماند که ما ننسخ من آیت او ننسها، هر آیاتی رو که ما نسخش بکنیم یا اونها را از یاد تو ببریم، یعنی از یاد رسول الله صلی الله علیه و سلم برود، این دلیل بر این است که این آیه در واقع نسخ شده. و نسخ در واقع صورت‌های متعدد رو دارد. یکی از صورت‌های متعدد نسخ این بیننده مسئول کردن، نسخ حکم و نسخ تلاوت هست. یعنی این که یک آیه در قرآن کریم نازل شده که بیانگر یک حکمی بوده و بعدا نسخ شده، هم خود آیه نسخ شده و هم حکمش نسخ شده، یعنی حکمش هم برداشته شده و آیهش هم امروزه از قرآن در واقع برداشته شده توسط رسول الله صلی الله علیه وسلم. بعد از رسول الله صلی الله علیه وسلم هیچ کسی نمیتواند که در آیات قرآن دخل و تصرفی رو انجام بدهد، یعنی نسخ فقط زمانش در زمان رسول الله صلی الله علیه وسلم بوده
بنابر حکمت‌های متعددی که داشته، بنابر تدرج در احکام برای زمین سازی برای یک حکم بعدی و یک حکم اصلی، یا حکمت‌های دیگری که در واقع نسخ داشته. یکی از صورت‌هایش نسخ حکم و نسخ تلاوت است، یعنی هم آیه نسخ می شود و هم حکمش نسخ می شود. و صریح ترین مثالش روایت صحیح مسلم هست از حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها که ایشان می‌فرمایند کان فیما انزل من القرآن 10 رضعات معلومات یحرمنه، که در مورد رضایت از ایشان می‌فرماد که یکی از آیات قرآن که در قرآن کریم وجود داشته و منسوخ شده این آیه هست که در قرآن قبلا این وجود داشته که 10 بار شیر خوردن در واقع موجب حرمت می شود. 10 رضعات معلومات یحرمنه، که 10 بار شیر خوردن کودک از یک زنی وقتی شیر بخورد این به معنی در واقع حرمت هست، حرمت ثابت می شود. بعد در ادامه می فرماید ثم نسخت، بعد از این آیه در واقع منسوخ شد. اول 10 مرتبه بود، دوباره منسوخ شد به 5 آیه و این 5 آیهش هم در قرآن کریم نیست. 5 آیهش که 5 بارش هم در قرآن کریم نیست. این دلیلی هست برای، و این روایت هم روایت صحیح است، یعنی هم حکم منسوخ شده و هم تلاوتش منسوخ شده. یعنی این که در قرآن کریم امروزه چنین در واقع آیه وجود ندارد و حکم شرعی هم این نیست. یعنی رضاعت با 10 مرتبه ثابت نمی شود، بدین معنی که اگر کسی کمتر از 10 مرتبه شیر خورده بود رضاعت ثابت نشد. تعداد رضاعات و خوردن شیر تخلیل پیدا کرده، منسوخ شده به 5 مرتبه. یعنی اگر یک کودکی 5 مرتبه از یک زنی شیر بخورد این در واقع موجب حرمت می شود و رضاعت ثابت می شد. گرچه در این زمینه هم فتوای مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه این است که قلیل و کثیرش تفاوتی نداره، حتی برای یک بار شیر خوردن، حتی با خاطر یک قطره شیر خوردن هم محرمیت و رضاعت حکمش ثابت می شود. اما اون چیزی که در روایت صحیح از در صحیح مسلم این است که اون 10 بار منسوخ شده، هم حکمش و هم تلاوتش و منسوخ شده به 5 بار و مذهب عموم اهل سنت و الجماعت همین 5 بار شیر خوردن است. جزاکم الله خیر. منم از بینندگان عزیز کسانی که سوالاشون طولانیه و سوالایی است که توضیح زیاد داره ازشون خواهش میکنم که سوالها رو از طریق SMS بپرسن، یعنی سوالها رو آماده بکنن، توضیح بدن و ایمیل بدن. سوالها رو ایمیل بکنن به خود مولوی یا ایمیلی که در زیر کانال تلویزیون نوشته شده تا اینکه بتونن کاملا داستان رو توضیح و با شرح و مفصل اونو بیان بکنن. بیننده بعدی سوالشون در مورد طلاق هست. گفتن که شخصی توضیح زیاد دادن، گفتن شخصی در مورد همسرش یک اشتباهی فهمیده بوده و از روی خشم ناراحتی اون رو طلاق داده، ولی بعد فهمیده که اون قضیه اشتباه بوده و درست نبوده. حالا پشیمان است، آیا میتونه طلاق بگیره؟ در مورد طلاق میشه من این توصیه را کردم که علمایی که در منطقه شما وجود دارند سعی بکنید که بروید پیش اونها و شرایط طلاق را دقیقاً باید توضیح بدهید، چون که در واقع مسئله خیلی مهمی هست و این شرایط را باید دقیقاً توضیح بدید تا اینکه حکم دقیقی رو به شما ارائه بدن. و در مورد این خواهرمون که قضیه خواهر خودشون رو در واقع بیان می‌کردن، در این زمینه دیدگاه‌های در واقع از نظر فقها دیدگاه‌های متفاوتی وجود دارد. یعنی عموم فقها، این اکثر فقها نظرشون بر این است چون این طلاقی واقع می شود. چون این طلاقی واقع می شود یعنی این که این مرد در آخر این نتیجه را گرفته و زن خودش را که طلاق بدهد و عملا هم طلاقش داده. اکثر فقها این نظر را دارند. اما در میان فقها شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه، علامه ابن رجب رحمت الله علیه، از علمای معاصرین شیخ محمد ابن ابراهیم یا همچنین شیخ محمد ابن عثیمین رحمت الله علیهم اجمعین، نظر این فقها بر این است که در این صورت طلاقی واقع نمی شود. یعنی یک فردی بر اساس یک گمان کاذبی، بر اساس یک خبر دروغی و مبنای طلاقش همون خبر دروغ بوده، همون تصور نادرست بوده، زنش را طلاق داده. زیرا که در واقع این جز مقصود هست در این قضیه. یعنی اگر این قضیه اتفاق نمی افتاد زنش را طلاق نمیداد و بر اساس این قضیه و به سبب این قضیه میخواد که زن خودش را در واقع طلاق بده، وگرنه این طلاق مشروطی و طلاق معلقی نیست.
چون که این اتفاق افتاده، چون که فلان خبر بهش رسیده که فرزن خانم تو نمیدونم در فیسبوک یک صفحه رو دارد، یا خودش این گمان بد برده، بر اساس یک حدس و گمان خواسته زنش را در واقع طلاق بدهد. نظر شیخ الاسلام ابن تیمیه و از معاصرین فقیه در واقع بسیار نامدار معاصر شیخ محمد ابن عثیمین رحمت الله علیه این است که چنین طلاقی در واقع نشده. جزاکم الله خیر. سال بعدی برنده گفتن که 2 سوال داشتن که سال اولشون کاملا واضح نبود. سال آخرشون این بود، گفتن که کسی که در رکعات نماز اشتباه میکند به جای 4 رکعت میخواد 5 رکعت میخواند باید چی کار بکنه؟ حکمش در این زمینه این است که نه، اعاده نماز لازم نیست. اعاده نماز در این زمینه لازم نیست. وقتی که شما متوجه شدید که یک رکعت اضافه خوندید، اگر قبل از این است که اون رکعت را در واقع تمام بکنید باید بر بگردید. یعنی قبل از این که برخواستید به رکعت پنجم در قیام بودید یا در رکوع بودید، در هر جایی از رکعت پنجم که شما متوجه شدید که یک رکعت اضافه خوندید باید بر بگردید در حالت اتحیات و در واقع نماز خودتان را تمام بکنید، اتحیات بخوانید و سلام بگویید و سجده سهو را انجام بدید. این در صورتی است که در وسط نماز شما اینو متوجه شدید. اگر در آخر نماز متوجه شدید باز هم حکمش همین است. بعد از حکمش، یعنی تا زمانی که در نماز هستید، اگر قبل از این است که شما بلند شدید به رکن بعدی رسیدید، بر بگردید به اتحیات بنشینید. و اگر در 5 رکعت خونده بودید، بعد از 5 رکعت متوجه شدید که الان 5 رکعت شد، حکمش اینه که باز هم دوباره بنشینید، تحیات را بخوانید، سلام میدهید و بعد از سلام دوباره در واقع سجده سهو را انجام بدهید و اضافه کردن یک رکعت دیگر یا شکستن نماز یا اعاده نماز برای شما لازم نیست و نمازتون با سجده سهو قابل جبران هست. بله، جزاکم الله خیر. دوباره به سوالای اس بینندگان برمیگردیم. بیننده پرسیدن که من 2 بار از گناهی توبه کردم اما باز مرتکب شدم، اگر این بار خالصانه توبه بکنم آیا پروردگار قبول میکند؟ قطعا رسول الله متعال تمامی گناهان رو که انسان مرتکب می شود به شرط توبه الله متعال می بخشد و معاف می کند و این وظیفه انسان هست که حتما باید توبه بکند. گناه عجیب نیست. گناه در واقع برای انسان که انجام بدهد جای نگرانی، نه اینکه جای نگرانی ندارد، اما این نباید موجب ناامیدی از رحمت الله متعال باشد. 2 مرتبه که هیچ، اگر شما 1000 مرتبه و 1 میلیون مرتبه هم گناهی رو انجام داده باشید باز هم باید توبه بکنید. حکم توبه همچنان برای شما وجود دارد و شما که بعداً توبه کردید و توبهتون توبه صادقانه هست، الله متعال توبه شما رو قطعا قبول میکند و در روایت اومده که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند بعد از این که این بنده گناهی رو انجام میدهد توبه میکند، دوباره انجام میدهد دوباره توبه میکند، دوباره انجام میدهد دوباره توبه میکند، الله متعال به چنین انسانی میگه که هر گناهی که تو انجام بدهی من اون رو بخشیدم. یعنی گناهی رو انجام میدهد و بعد از اون دوباره توبه میکند. یعنی اگر 1000 بار گناه انجام بدهید و 1000 باز توبه بکنید باز هم الله متعال توبه شما را قبول میکند. تکرار گناه به هیچ عنوان نباید سبب ناامیدی از رحمت الله متعال یا سبب تأخیر توبه بشود. حتما انسان باید در هر حال و در هر زمان و با هر گناهی انسان باید توبه بکند. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی گفتن که خواندن و دم کردن سوره طه بر کمی آب و پاشیدن آن بر سر دختران دم بخت به این بهانه که بخت آنها باز شود، آیا چنین چیزی صحت دارد؟ نه، چنین چیزی که یعنی تأثیری که برای سوره طه ثبت شده باشد، روایتی وجود داشته باشد، چنین چیزی از رسول الله صلی الله علیه وسلم وجود ندارد که دعای از آیات قرآن را بخونند یا در آبی بخونند یا بر خود دختر بخونند به این نیت که بختش باز بشود. چنین چیزی از رسول الله صلی الله علیه وسلم ثابت نشده و جایز نیست. بله، جزاکم الله خیر. بیننده بعدی گفتن که من چند ماهی است که به مذهب شما پیوستم، فقط بعد از تشهد و سلام به حسین و یارانش سلام میکنم، آیا مرتکب گناهی شدم؟ اساسا یعنی اسم بردن ثابت نشده از رسول الله صلی الله علیه و سلم که اسم برند حضرت حسین را و یارانش را. منتها در خود التحیات دعا برای حسین و برای غیر حسین و برای تمام مسلمانان وجود دارد. و السلام علینا و علی عباد الله الصالحین، تمام انسانهای صالح و مؤمن جزء مشمول دعای شما هستند بدون اینکه شما ذکری بکنید. اضافه بر این دعایی که در آخر نماز خونده می شود که اللهم
صل علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انک حمید مجید. یا در روایتی دیگر که در متفق علیه هست در صحیح بخاری و مسلم بین گونه که اللهم صل علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی آل ابراهیم انک حمید مجید. هر دو صورتش وجود دارد. در این دعایی که شما میخونید، درودی که میفرستید، قطعا حضرت حسین رضی الله تعالی عنه جز سرور و جز آقایان و سرداران اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم هست. یعنی بدون این که شما ذکری از حسین ببرید، شما در واقع همین دعا رو بخونید بر حسین و همچنین بر عموم مسلمانان و عموم صالحین شما در واقع درود فرستادید و دعای خیر رو کردید. این اشکال شرعی نداره. لازم نیست که شما اسم حسین رو ببرید. بالفرض اگر کسی دعا بخوند برای حضرت حسین رضی الله تعالی در نماز خودش و دعای مغفرت بکند یا دعای رحمت و درود بفرستد بر حسین رضی الله تعالی عنه در نماز، باز هم اشکال شرعی وجود ندارد. اما یکی به عنوان یک دعای از ادعیه دعای نماز این چنین چیزی ثابت نیست. اما اگر کسی دعا خوند مثلا گفت السلام علی الحسین، باز هم نمازش درسته، هیچ گونه اشکال شرعی ندارد. اما اولاتر این از همون درودی که معمولا ما میخوانیم و اللهم صل علی محمد و علی آل محمد، آل محمد حضرت حسن و حسین و حضرت علی و فاطمه و بقیه آل رسول الله صلی الله علیه و سلم همه را مشمول می شود و لزومی برای ذکر نام نیست. جزاکم الله خیر. بیانده بعدی گفتن من 3 میلیون تومان بابت رهن خانه به صاحب خانه دادم و خودم 1,800,000 بدهکارم. آیا زکات واجب میشه؟ 3 میلیون در حد نصاب زکات نیست. زکات در زمانی بر انسان تعلق میگیرد که معادل 85 گرم طلای 24 عیار شما داشته باشید. یعنی پول نقدی که شما دارید قیمتش به قیمت 85 گرم طلای 24 عیار برسد، در اون صورت بر شما زکات لازم هست و اضافه بر آن 1 سال کامل بر آن بگذارد و 3 میلیون در واقع مبلغ کمی هست و زکاتی به آن تعلق نمیگیرد. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی گفتن 2 تا سوال دارم و سوال اولشون گفتن آیا میشه برای شب جمعه برای مردگان حلوا نذر کنن؟ در مورد نذر برای مردگان یا به تعبیر صحیح تر این که نذر برای مردگان، این تعریف دقیقی نیست، اصطلاح دقیقی نیست. ایصال ثواب برای مردگان یا صدقه دادن برای مردگان این در هر زمان و هر مکان جایز هست. در هر زمان و در هر مکان جایزه. یعنی در هر جایی که مثلا شما بخواهید برای مرده خودتون ایصال ثواب بکنید، یک صدقه ای رو بدهید، در هر زمانی از سال باشه و در هر مکانی باشه کاملا جایزه، اشکال شرعی ندارد. برای ایصال ثواب به عنوان رسیدن ثواب به مرده شما اجازه ندارید و مجاز نیستید از نظر شرعی که وقت و زمان تعیین بکنید یا مکانی رو تعیین بکنید که مثلا این صدقه رو یا این غذا رو ببرید سر قبرستان بگذارید از اونجا پخش بکنید، یا این که در یک زمان مشخصی در روز جمعه یا در شب جمعه یک چیز رو پخش بکنید، چون این چیزی اجازه نیست و جزء بدعات هست. در هر زمانی که شما برای مرده خودتان دعا بکنید دعا میرسد، ایصال ثواب میشود. در هر زمانی که شما برای مرده خودتان صدقه و خیراتی بدهید و هر چی که باشد انشالله وقتی که به نیت مردگان باشد این به مردگان میرسد و لازم نیست که شما شب جمعه یا روز جمعه یا وقت دیگری را بعد از 3 روز، بعد از 7 روز، بعد از 44 ماه چون این چیزی رو تعیین بکنید. این تعیین اوقات و تعیین مکان این جایز نیست. اما صدقه دادن برای مردگان، دعا خواندن برای مردگان در هر زمانی که شما بخواهید جایز هست و اشکال شرعی ندارد و همچنین زیارت قبرستان در روز جمعه، چون این چیزی از رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت نیست. زیارت قبرستان جز سنت ها هست، یعنی در هر زمانی شما مجاز هستید و جایز هست که شما بروید به قبرستان زیارت بکنید و رسول الله صلی الله علیه و سلم صراحتا فرمودند که انی کنت نهیتکم عن زیارت القبور الا فزوروها فانها تذکرکم الاخره. زیارت قبرستان از دیدگاه اهل سنت و الجماعه سنت هست که رفتن سر قبرستان، دعا کردن برای مردگان، این سنت های رسول الله صلی الله علیه و سلم بوده. همیشه رسول الله صلی الله علیه و سلم به قبرستان بقیع تشریف می‌بردند. اما این که روزی رو تعیین بکنید که روز جمعه باشد، بعد از نماز جمعه باشد، یا عصر جمعه یا شب جمعه باشد، چون این چیزی از رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت نیست و اینها جزء رسومات و بدعات و خرافاتی هستند که در دین اسلام در واقع اضافه شده و اصلی در اسلام ندارد. جزاکم الله خیر. 5 دقیقه به پایان برنامه مونده. سوال بعدی این است، گفتن که دانش آموز هستم و ساعت 2 تعطیل میشویم، نمازم قضا میشود، چه کار کنم؟
از نظر شرعی در واقع نماز رو باید سر وقت بخونند. نماز را سر وقت بخونند، یعنی در همون وقتی که تعیین شده از آن گفته می شود و معمولا در هر یکی از مدارس و خصوصا در ایران که الحمدلله اجازه نماز در مدارس داده می شود و نماز ظهر معمولا در مدارس یا در ادارات در واقع خونده می شود، نماز را باید سر وقت بخونند و اگر زنگ تفریحی وجود داره در اون وقت بخونند اشکال شرعی نداره و نماز را بدون عذر انسان نباید به تأخیر بیاندازد. درست. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی گفتن که حالا به خاطر ظلمی که این رژیم آخوندی و مردم ایران وارد میکنه، آیا مردم میتونن برای اینکه حق خود را بگیرن به طور مخفیانه از کنترل آب و برق حق خود را بگیرن؟ نه، چون این چیزی وجود ندارد و صحت هم ندارد. شما به خاطر این که حکومت بر شما ظلم کرده، شما اجازه ندارید که بر دیگران ظلم بکنید. شما اجازه ندارید که اموال عمومی و مال بیت المال را به ناحق تصاحب بکنید. اون چیزی که از جانب حکومت به شما برسد برای شما حلال هست. هر هدیه‌ای که از جانب حکومت به شما برسد برای شما حلال هست. به دلیل این که حکومت بر شما ظلم کرده یا یک قشر مشخصی رو حکومت مقداری بر اون ظلم کرده، تمام ملت ایران امروزه مظلوم هستند. این تورمی که در واقع وجود دارد و روز به روز قیمت‌ها بالاتر می‌رود، این ظلمی هست بر تمام در واقع امت و ملت ایران، بر یک فرد مشخصی نیست و این دلیل بر این نمی‌شود که هر کسی به اندازه توان خودش چپاول بکند اموال عمومی و اموال بیت المال را. و همین که شما بخواید مصرف بکنید از مال بیت المال، خب شما چقدر مصرف میکنید؟ شما یک مصرفی دارید، من یک مصرف دیگری رو دارند، یکی کسی دیگر یک مصرف بالاتری دارد. این در واقع مشخص نیست، یعنی به اندازه حقی که شما دارید شما نمیتوانید که از دولت بگیرید. اساسا این خودش ناجایز است و بالفرض اگر هم که بخواید که چون این کاری رو انجام بدید، از کجا معلوم که حق خودتان را گرفتید یا بیشتر از حق خودتان را در واقع گرفتید؟ پس بنابراین اساسا استفاده از اموال عمومی بدون اجازه و بدون مجوز برای هیچ فردی جایز نیست. درسته. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی گفتن آیا واقعا به نیت پاکی یک مکان مثل سر قبر شخصی بروی اونجا اما فقط ذکر و یاد الله بکنی و حاجتت را از خود الله بخوایی، آیا باز این کار گناهه یا درسته؟ ما ملزم هستیم که حاجت خودمان را از الله متعال بخواهیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین معنیش همین هست که فقط از الله متعال باید طلب استعانت نمود و حاجت خود را فقط و فقط از الله متعال بخواهیم. قبر هیچ کسی پاک نیست بدین معنی که شما سر قبر بروید دعای شما بیشتر قبول بشود. هیچ قبری در دنیا وجود ندارد که در کنار آن قبر شانس قبولیت دعای شما بیشتر باشد، ولا اینکه مستقیما الله متعال را دعا بکنید، ولا اینکه مستقیما الله متعال را دعا بکنید. هیچ قبری در دنیا وجود ندارد که اگر کنار آن بروید این جزء آداب دعا باشد یا جزء ضمانت‌های اجابت دعا باشد یا شانس اجابت را بالا ببرد، چون این چیزی مطلقاً وجود ندارد و در هیچ روایتی و در هیچ یک از آیات قرآن چون این چیزی برای ما بیان نشده. در هر جایی که شما دعا بکنید از الله متعال استعانت بکنید، الله وجود داره. شما میخواهید به الله متعال تقرب بجویید، نه به صاحب قبر. پس بنابراین شما در هر جا که باشید الله متعال از رگ گردن هم به شما نزدیکتر است. تقرب را باید به طرف الله متعال جست. اگر میخواهید به الله متعال تقرب بجویید، بروید در خانه خدا، در مسجد الحرام، در مسجد النبی یا بقیه مساجدی که در واقع وجود دارند. در اینجا شما میتوانید که متقرب بشوید، به طرف الله متعال نزدیکتر بشوید. در حالت عبادت شما به طرف الله متعال نزدیکتر میشوید. در حالت سجده شما به طرف الله متعال نزدیکتر میشوید. در بین اذان و اقامه شانس قبولیت دعا بیشتر هست. در عصر جمعه شانس قبولیت بیشتر هست. این مواردی هست که در شریعت اسلامی ثابت شده. اما این که سر قبر فلان ولی برمی که فلان اونجا پاکتر هست، چون این چیزی وجود نداره، پاکتر نیست و هیچ دلیلی برای اجابت دعا سر قبرستان که تأثیری بیشتری رو داشته باشد، فضیلت دیگری رو داشته باشد، چون این چیزی سر قبر هیچ نبی یا هیچ وصی و هیچ صحابی ثابت نیست و این در واقع جزء بدعاتی است که باید از آن انسان باید پرهیز بکنه. سر قبرستان رفتی برای شما جایز هست که برای مردگان دعا بکنید.
جایز است برای مردگان یا برای خودتان دعا بکنید. اما این که به نیت این که ثواب بیشتری رو دارد یا در قبرستان دعا بیشتر قبول می شود یا کنار قبر فلان امامزاده دعا بیشتر قبول می شود، این بدعت و خرافه هست و هیچ دلیلی از قرآن و سنت ندارد. جزاکم الله خیر. وقت برنامه تموم شد. خسته نباشین. بینندگان عزیز شما هم خسته نباشین تا این لحظه با ما بودین و تا یک دیدار دیگر همه شما را به الله متعال میسپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بعقيدة صدق في صدري لبيك أتيتك في لهف بسؤالك